بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی نهایت سپاسگزار هستم که این فرصت رو بار دیگر برای ما میسر کرد تا با پنجمین قسمت از برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما عزیزان و خاصتا برادران و خواهران عزیز تاجیکی باشیم تا از مشکلات و مصائبی که دامنگیر این ملت شریف و متدین در این کشوری که زادگاه امام بخاری، امام ترمیزی و علما و ادبا و عرفا و محدثین بزرگ اسلام می باشد گردیده است. افرادی که از دین اسلام خبر ندارند، انسانهای مستبد و ظالم و دیکتاتورمنیشی که بر گرده این ملت سوار هستند و هر آنطوری که خودشون میخواد بر این ملت حکومت میکنند. نه قانونی است، نه محاسبه‌ای، نه کسی میتواند از خودش و از خانوادهش حتی از ناموس خود در مقابل این ظالمین دفاع بکند. ما در قسمت‌هایی که گذشت در موضوعات مختلف از شکنجه‌ها و ظلم‌ها در زندان‌های تاجیکستان تا ممنوعیت دخول مساجد برای جوانان کمتر از 18 سال و همچنین از ممنوعیت سفر حج برای کسانی که زیر 35 سال هستند، از برداشتن حجاب اجباری خواهران مسلمان تاجیک و دیگر مسائل مهم از جمله ممنوعیت ساختن مساجد، تخریب مساجد، تحویل کردن مساجد به چایخانه ها و مراکز فرهنگی و ورزشی. از مسائل مهمی صحبت کردیم و تعداد زیادی از عزیزان تاجیکستان در برنامه‌های مختلف ما تماس گرفتن و درد دل‌های خودشون رو و مشکلات‌های خودشون رو در مورد تاجیکستان بیان کردن. همچنین باید تشکر و قدردانی بکنیم از همه عزیزان تاجیک که از شروع شبکه جهانی وصال حق و خاصتا بعد از برنامه‌های ویژه‌ای که در مورد تاجیکستان داشتیم از طریق ایمیل شخصی بنده و از طریق ایمیل مدیریت شبکه جهانی وصال حق اظهار لطف کردن، پیام برای ما فرستادن و فیلم‌ها، تصاویر، کلیپ‌های مختلفی فرستادن که اگر این همکاری شما عزیزان نمی بود ما نمیتونستیم این برنامه‌ها رو به وجه احسن تقدیم حضور بینندگان عزیز بکنیم. پس جا داره که از تک تک شما عزیزان که با ما همکاری کردید تشکر بکنیم. از عزیزانی که در صفحه فیسبوک تاجیکی ما اظهار لطف و ارادت کردن به شبکه جهانی وصال حق، از تک تک شما برادران و خواهران عزیز تشکر می‌کنیم و همچنین از عزیزانی که پیام فرستادن، پیام‌های صوتی از طریق شماره پیامگیر شبکه جهانی وصال حق که ما این پیام‌های شما و این دلگفته‌های شما رو در کلیپ‌هایی به عنوان فریاد تاجیکستان در 24 ساعت شبانه روز پخش کردیم و از این به بعد هم انشاءالله پخش خواهد شد. برای پربار شدن این برنامه، چون این برنامه فریاد مظلومیت شما عزیزان هست، به شماره پیامگیر شبکه تماس بگیرید و دلگفتهاتون رو به شکل صوتی برای ما بفرستید و ما انشاءالله این کلیپ ها رو پخش خواهیم کرد تا همه ملت تاجیکستان بیدار بشن. همونطوری که گفتیم در هر برنامه هم تکرار کردیم، تا وقتی که این ظلم ها و این ستم ها از سر ملت مظلوم تاجیکستان برداشته نشه، شبکه جهانی وصال حق وظیفه دینی خودش میدونه که در راستای دفاع از ملت مظلوم تاجیکستان برنامه بگذاره. این کمترین چیزی است که ما میتونیم تقدیم این ملت شریف و بزرگوار بکنیم. در برنامه امشب یکی از موضوعات مهمی رو که دغدغه خیلی از علما، دعوتگران و موحدین در تاجیکستان هست انشاءالله مطرح خواهیم کرد. گرچه ما این موضوع در اولویت نبود، چون حتی خیلی از علما و خیلی از دعوتگران تاجیکستان قضیه تشیع و رافضه‌گری در تاجیکستان رو براش اهمیت قائل نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه دعوت اینها در تاجیکستان علنی نیست. هنوز هم اینا با نقاب نفاق و تقیه در تاجیکستان کار میکنن. همینایی که شیعه شدن، رافضی شدن، به اصحاب پیامبر در خفا و پنهان و در مجالس خصوصی خودشون لعن و نفرین و دشنام میدن، اما وقتی در مقابل ملت شریف تاجیکستان قرار میگیرن ادعای محبت میکنن، ادعای محبت صحابه میکنن، ادعای سنیگری میکنن و ادعا میکنن که حنفی هستن. و همیشه اگر دیده باشید این منافقین وقتی که در وسایل ارتباط جمعی ظاهر بشن، در روزنامه ها یا در سایت های خودشون چیزی بنویسن، کلمه حنفی رو به نام خودشون اضافه میکنن، فلان حنفی هستن. اینها این نفاق تقیه و
این ماسکی است که به چهره خودشون کشیدن. فقط هدفشون فریب دادن ملت مسلمان تاجیکستان است، چون اینها میدونن که روش دعوت شیعه در تاجیکستان با بقیه کشورها فرق میکنه. در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای دیگه میتونن علنا دعوت بکنن، میتونن اون چهره خبیث رافضه‌گری خودشون رو آشکار بکنن، اما چون از غیرت دینی و از محبتی که ملت متدین و شریف تاجیکستان به اصحاب پیامبر و به همسران و به ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارن خبر هستن، به همین دلیل در تاجیکستان روش دیگری رو انتخاب کردن، روش تقیه، روش دروغ، با یک ماسکی که به نام حنفیت بر چهره خودشون کشیدن. حتی جوانهای تاجیک رو فریب میدن که ما شما رو میفرستیم در ایران، در اونجا مدارسی از احناف هست، در گرگان، در قم، در تهران، و شما در اونجا میرید درس حنفیت میخوانید. اما وقتی این جوانهای تاجیک به اونجا میرسن میبینن که نه خیر، نه مدرسه حنفیتی وجود داره و نه درسی از اهل سنت در اونجا هست، بلکه همان مدارس رافضه‌گری، همان حوزه های رافضه‌گری است که جوانهای تاجیک رو میبرن با دادن مال. ماهانه 200-300 دلار به هر کدوم از جوانان تاجیک پول میدن و دختران صیغه‌ای رو برای اینها آماده میکنن که از هر کدومش که دوست دارید انتخاب بکنید و با شهوت و با پول اینها رو تشویق میکنن که در اونجا بمونن و درس رافضه‌گری بخونن. خیلی از جوانان غیور و متدین تاجیک رو من میشناسم که بعد از مدتی که چهره کثیف این آخوندهای رافضی و اون منافقین تاجیک که اینها رو به ایران میفرستن رو شناختن و از اون رازهای پشت پرده‌ای که در قم و تهران بر علیه ملت تاجیکستان ریخته میشد آگاه شدن، ایران رو ترک کردن. و بعضی از اینها رو من شخصا میشناسم که در دانشگاه اسلامی مدینه منوره، در دانشگاه ام القری و در دیگر دانشگاه‌ها، در دانشگاه اسلامی اسلام آباد و در مالزی رفتن در دانشگاه‌های اهل سنت درس خوندن و اون رافضه‌گری و اون اهداف شومی رو که ایران برای جوانان تاجیک داشت خنثی کردن. و تعدادی هم و در هر جامعه وجود داره، تعدادی هم فریفته همون مال و همون شهوتی شدن که آخوندها برای اینها دامی در اونجا چیده بودن و فریب اینها رو خوردن و متاسفانه امروز طبق آماری که دادن، آمارهای غیر رسمی، از 2000 تا 3000 دختر و پسر تاجیکی امروز در قم و در تهران و در گرگان دارن درس میخونن و طبق اطلاعات خاصی که برای شبکه جهانی وصال حق فرستاده شده، در منطقه از جنگل‌های گرگان در اونجا تعدادی از جوانهای تاجیک رو که شیعه شدن و رافضه شدن، اینها رو آموزش نظامی میدن در اونجا تا اینها رو در تاجیکستان بفرستن برای خرابکاری، برای ساقط کردن حکومت تاجیکستان، برای کودتا کردن به نفع دولت ایران، همون بلایی رو که در سوریه به سر مسلمان ها آوردن، در عراق و در افغانستان، در لبنان، در پاکستان و در کشورهای دیگه. همین برنامه رو در تاجیکستان هم دارن و دارن برای این کار آمادگی میگیرن که الله سبحانه و تعالی اینها رو نیست و نابود بکنه و شر این حکومت ظالم و مستبد آخوندی رو از سر ملت شریف ایران و ملت شریف تاجیکستان ان شاء الله و از سر امت اسلامی دور بگردانه. با هم کلیپی رو که عزیزانمون آماده کردن در مورد این فتنه رافضه‌گری در تاجیکستان، دو قسمت هست. قسمت اولش رو الان می‌بینیم، قسمت دومش رو ان شاء الله لحظاتی بعد مشاهده خواهید کرد. با هم قسمت اول رو می‌بینیم و بعد از اون ان شاء الله در خدمت یکی از اساتید محترم تاجیک، استاد محمد جان خواهیم بود که در مورد خطر رافضه‌گری در تاجیکستان ان شاء الله صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید. فتنه شیعه‌گری در تاجیکستان. همگام با استقلال تاجیکستان در سال 1991 و فرار از گورستان تاریک روسیه، ایرانی که مرگ بر شوروی را از شعارهای انقلابی خود حذف کرده بود، در حالی که گلوهای ملت ایران را با مرگ بر آمریکا پاره می کرد و عقلهای خمار را به استعمار آخوندر می آورد، بنا به دستور مسکو فوراً خود را به تاجیکستان رسانید تا مبادا این کشور از دامن روسیه زیاد فاصله گیرد. پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی ایرانی در تاجیکستان آغاز شد. مسئولان بالا رتبه ایرانی یکی پس از دیگری عازم دوشنبه شدند. مغز متفکر و آخوندیسم آقای ولایتی که در آن روزها وزیر خارجه بود، برای طرح‌ریزی برنامه‌ها جهت هجوم فرهنگی به تاجیکستان سفر کرد. برخی از ملاهای ساده‌لوح که از ترفندهای مافیای آخوندیسم به اطلاع بودند،
و شعارهای انقلابی سران ایران من جمله خمینی باعث شده بود از واقعیت‌های پنهان این جرثومه فتنه به اطلاع باشند. با شعار صل علی محمد بوی خمینی آمد، از این موذیان ویرانگر استقبال کردند. در سراسر کشور نمایشگاه‌های برپا شد. آموزش افکار و اندیشه‌های پنهان تشیع در قالب قصه و فیلم و سرود به صورت رایگان در میان مردم تقسیم گردید و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای در خانه‌ها و مکاتب دوشنبه و سایر شهرها به در و دیوار آویزان شد. طولی نینجامید که مسکو جهت انتقام از ملت انقلابی و مؤمن تاجیکستان کشور را به جنگ ویرانگر مشغول داشت. نقش پنهان ایران که پسر خوانده روسیه به شمار می رفت در برپایی جنگ و سپس در مدیریت آن از نظر تاریخ پنهان نخواهد ماند. در طول این جنگ 5 ساله که از سال 1992 تا 1997 به طول انجامید، ایران تنها کشوری بود که هم در دوشنبه و در کنار حکومت حضور داشت و هم در میان مهاجران و مجاهدان. هدف ایران و روسیه ویرانی کشور و گوشمالی دادن و انتقام از ملت تاجیک بود. ایران با برپایی کمیته امداد خمینی و بهره گرفتن از مال و ثروت در برقراری روابط حسنه با برخی از مسئولان موفقیت‌های بسزای جهت فراهم کردن زمینه مناسب برای هجوم فرهنگی و مذهبی را فراهم نمود. سیستم جاسوسی ایران در میان مهاجران و مجاهدان باعث شد پروژه اسلامی شکست بخورد. در همین اثنا گروهی از مهاجران را برای آموزش‌های نظامی به ایران منتقل ساخت تا پس از بازگشت طی یک توطئه رهبریت حزب نهضت اسلامی را از دست استاد نوری بیرون کشیده با ترور تمامی علما و اندیشمندان اهل سنت که با سیاست‌های ایران در این کشور مخالفند و با برهم زدن معاهده صلح حکومت را در کشور به طور کامل تصاحب کنند. پس از برملا شدن این توطئه تمامی افراد این گروه از سوی حکومت شناسایی و دستگیر شدند. ستون پنجم یا نوکران ایران که در میان مهاجران فعالیت داشتند از مشکلات ناشی از دربدری و جنگ استفاده ابزاری برده کودکان، نوجوانان و جوانان و بچه‌های یتیم را به بهانه تحصیل به ایران منتقل کرد تا به دور از چشم خانواده‌هایشان آنها را به شیوهی که آخوند قم می‌خواهد تربیت کند. به همین هدف مراکز ویژه‌ای در شهرهای مختلف ایران چون قم، مشهد و گرگان برای شستشوی عقلی تاجیکستان تأسیس گردید که به جامعه المصطفی مشهورند. کمیته امداد خمینی از اولین نهادهای ایرانی بود که جهت تغییر بافت مذهبی تاجیکستان و فتنه افروزی وارد این کشور شد. این کمیته با هزینه بسیار هنگفت در کشورهای مختلف جهان بنا به اعتراف مسئولان آن بیش از 10 میلیون انسان را زیر پوشش دارد. کمیته امداد خمینی با برقراری روابط رسمی با نهادهای مختلف تاجیکستان از جمله کمیته جوانان و ورزش و سیاحت تمامی امکانات ملی کشور را به صورت رایگان جهت نشر افکار و اندیشه های خود استفاده می کند. آخرین پیمان نامه این کمیته با کمیته جوانان را حسین انوری سرپرست آن با احتم عبدالله زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش و سیاحتی تاجیکستان در 19 شهریور 1393 مصادف با 10 سپتامبر 2014 میلادی امضا کردند. این نهاد آتش افروز زیر پوشش فعالیت‌های انسان دوستانه و رسیدگی به نیازمندان و یتیمان در پی تسخیر آینده این کشور است. کمیته امداد خمینی با استفاده از تمام فضاهای آموزشی، اردویی، ورزشی و تفریحی متعلق به کمیته جوانان و ورزش و سیاحت تاجیکستان با برگزاری کنفرانس‌های علمی و آموزش، اعزام گروه‌هایی به ایران به بهانه کسب تجربه کاری، تشکیل تشکل‌های جوانان به منظور ترویج و فرهنگ تشیع زیر چتر سنت‌های ملی و خدمات بشر دوستانه، برگزاری اردوهای تربیتی بر مبانی تشیع برای بچه‌های یتیم، جوانان و نوجوانان از خانواده‌های نیازمند، راه اندازی آموزشگاه‌های کسب آموزی و هنر در کنار کلاس‌های عقیدتی،
پرداخت وام‌های قرض حسنه و کمک‌های بی بازگشت برای شکار فارغ التحصیلان و خانواده‌های نیازمند و یتیمان و بچه‌های بی سرپرست. این کمیته تا آخر خرداد 1392 بیش از 65 کارگاه آموزشی در رشته‌های کفشری، لوله‌کشی، خیاطی، سنگ‌تراشی، کامپیوتر، نقره‌سازی و غیره را در مناطق مختلف کشور دایر کرده با برگزاری برنامه‌های مختلف عقیدتی و آموزشی در کنار پرداخت وام‌های قرض حسنه و تقسیم کالا و غذا در میان خانواده‌های کم‌بضاعت و نیازمند، جوانان تاجیک را به سوی خود جذب کرده شستشوی مغزی می‌دهد. از آنجا که ازدواج یکی از معضله‌های دردناک جامعه تاجیکستان است، این کمیته تا اسفند 1390 بیش از 1000 زوج تاجیک را به خانه بخت فرستاده و به هر زوج 10 قلم جهیزیه شامل یخچال، فرش، جارو برقی، اتو و غیره اهدا نمود. تنها در سال روز تأسیس این کمیته در منطقه حصار در 30 کیلومتری دوشنبه 80 زوج به خانه بخت فرستاده شدند. این یکی از جمله ترفندهایی است که کمیته امداد خمینی برای شکار جوانان تاجیک و تغییر دین و مذهب آنها از آن استفاده می کند. و چه ابله و نادان بودند آنهایی که میپنداشتند با وجودی که ملت ایران از فقر و ناداری داد میزند و دختران ایرانی برای کسب لقمه مجبورند خون و اعضای خود و یا ناموسشان را حراج کرده به سودا گذارند و جوانان این کشور از بیکاری و بیروزگاری مینالند و آمار طلاق و فرار مغزها و بازوان جوان از کشور کمیته امداد بدون هیچ اهداف ویرانگری تنها به خاطر رضای الهی به تاجیکستان آمده باشد. مجتمع آموزشی بین المللی تاجیکی ایرانی موسوم به رودکی از جمله جدیدترین مراکز ایرانی است که در کنار مجتمع آموزشی امام جعفر با بیش از 350 دانش آموز به زودی در این کشور شروع به کار خواهد کرد. ایران با این ترفند 3 هکتار زمین در پایتخت را با تقدیم رشوت‌های کلان به مسئولان دولتی تصاحب کرده تا با احداث 3 ساختمان بزرگ مرکزی برای شستشوی مغزی آینده سازان تأسیس کند که ظرفیت 2100 نوجوان و جوان را داشته باشد. سفارت ایران در دوشنبه و خانه فرهنگ و مجتمع آموزشی امام جعفر صادق و سایر مراکز و مؤسسات این کشور در تاجیکستان در کنار فعالیت‌های سیاسی و جاسوسی تلاش دارند در تمامی اقشار جامعه تاجیک رسوخ کرده افرادی را اجیر خود سازند. از آنجا که روزنامه‌نگاران و گردانندگان رسانه‌ها چشمان تیزبین و ناظران هوشیاری هستند که شمع چراغ راه آینده را می‌افروزند، مؤسسه‌های ایرانی به بهانه آموزش خط فارسی این طیف روشنفکر جامعه و شاعران و ادیبان تاجیک را اغفال نموده با سفر به ایران و تقدیم هدایا آنها را نیز به میدان خود می‌کشند. عموماً سکولارها در کشورهای ما از جمله افرادی هستند که خرید و فروش آنها بسیار آسان است و خود را به هر فکر و اندیشه و نظام سیاسی که بیشتر پرداخت کند واگذار کرده به ساز او می نوازند. سفارت ایران به شیوه‌های مختلف از تقدیم هدایا و حقوق یا معاش ثابت گرفته تا مهیا ساختن روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران توانسته طیف عظیمی از آن جمله سکولارهای جامعه تاجیکستان را که فاقد روح ملی‌گرایی میباشند به صف خود کشیده در راستای رسیدن به اهداف شومش از آنها بهره گیرد.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. قسمت اول این کلیپ رو دیدید، انشاءالله قسمت بعدیش رو لحظاتی بعد تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم کرد. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم و در مورد خطر روافض و تشیع در تاجیکستان صحبت بکنیم، یک خبر مهمی رو که از داخل حکومت تاجیکستان عزیزانی برای ما به شکل سری فرستادن خدمت شما عزیزان بیان بکنم که حکومت تاجیکستان از 20 تا 30 نفر از نوکران خودش رو بسیج کرده که امشب در این برنامه زنگ بزنن و به بعضی از علمای بزرگوار تاجیکستان توهین و اهانت بکنن و اونها رو متهم به تشیع بکنن و از این منبر به خاطر اهداف شوم خودشون استفاده بکنن که من همینجا اعلان میکنم هر صدایی رو که بخواد به علمای بزرگوار تاجیکستان توهین بکنه، اهانت بکنه و اونها رو متهم به تشیع و رافضه‌گری بکنه، من قطع میکنم هر کسی که میخواد باشه. و دوستانی که صحبت میکنن هیچ وقت بدون دلیل و بدون مدرک صحبت نکنن و هر کسی که در مورد فلان عالمی دلیلی داره که این شخص شیعه شده یا رافضی شده یا با حکومت ایران ارتباط داره، ویدیو، عکس و مستندات لازم رو با شماره تلفن خودش برای ما بفرسته. ما انشاءالله تماس میگیریم و از این شخص دعوت میکنیم که در مورد این اسنادی که برای ما فرستاده صحبت بکنه. اما بدون دلیل و بدون برهان من هیچ وقت به هیچ کسی اجازه نخواهم داد که بر علیه علمای بزرگوار تاجیکستان در این برنامه صحبت بکنه. استاد محمد جان از کارشناسان علوم اسلامی از تاجیکستان با ما هستند. جناب استاد اگر صدای من رو دارید، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، من شما رو میشنوم. سلامت باشید. الله متعال حفظ بکنه شما رو و من تشکر میکنم از اینکه با ما در این برنامه همراه شدید و لحظاتی انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود تا در مورد خطر تشیع و رافضه‌گری در تاجیکستان و تاریخچه این حرکت باطنی و خلاف اسلامی در این کشوری که 100% مسلمان بودن و اهل سنت بودن صحبت بکنید. جزاكم الله خيرا برادر آقای انصاری و بارک الله فیکم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه من والاه. اللهم صل علی سیدنا محمد. برادران عزیز، اینجا من خواستم در سه موضوع مهم صحبت کنم. اولا در باب تحذیر مد دین شیعه یا دین رافضه در تاجیکستان. آن را گفتنی هستم که در مدتی 1 سال و 2 سالی که مردم تاجیکستان با برکت این محاوره ها یا که شبکه های اجتماعی مثل کلمه و وصال حق و نور خداوند برکتشون کرد، یک خدمت برای مردم تاجیکستان کردن که الحمدلله یک مقدار مردم تاجیکستان از خطر شیعه و خطر رافض الحمدلله آشنا شدن. الحمدلله. و خداوند برکتتون کرد برادر انصاری که در این باب الحمدلله خدمت شایان کردید که باید این خدمت خودی دولت مردان تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میکردن. متاسفانه به سبب بی‌اعتنایی آنها امروز شیعه تا آن درجه رسیده که امروز الحمدلله این خدمت را خدا برای شما داده و اینم نعمت است بی‌بها. الحمدلله. در باب تحذیر شیعه بارک الله فیکم آن را گفتنی هستم که امروز دولت صفوی ایران دشمنی نه تنها دشمن اهل سنت بلکه دشمن انسانیت است. این دولت مجوس دولتی که امروز دشمنی خدا را برای تمام اهل سنت و تمام انسانیت اعلان کرده است و در همه دولت ها مداخله میکند. آن را گفتنی هستم که امروز آن خونریزی، آن فسادی که در یمن شده ایستاده است سبب این دولت ایران است که به همه معلوم گشت. از سال 2000 تا به این طرف دولت ایران در یمن حوثی ها را با خود به یمن برد و در آنجا تعلیم حربی داد. عقیده زیدی که با اهل سنت دشمنی نداشت او را دشمنی اهل سنت کردند. آنها را اثنا عشری کردند تا آن درجه که امروز میبینیم همه اهل سنت را در یمن قتل میکنند، مساجد را نابود کردند و بسیار مدارس را خراب کردند. و الحمدلله آن ذخیره که ایران در 15 سال برای خاطر فساد کردن اهل سنت در یمن کرده بود با یک تدبیر حکیمانه مملکت عربستان سعودی در 2 ماه
کاخ این دولت مجوس در یمن برباد داده شد. و همچنین در وقایع بحرین آن را گفتنی هستم که سبب بی‌پروایی حکومتداران بحرین آن شد که رافضی‌ها توانستند در بحرین تمام جوانان اهل سنت که متمسک به سنت بودند، یعنی به جوانهای ریشدار بودند، جوانهایی که با عقیده اهل سنت، با عقیده اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم متمسک بودند، آنها را با تهمت تروریست یا ارهابی یا سلفی با دشمنی با همان حکومت بحرین دشمن کردند. و حکومت بحرین از جهتی از سیاست شرعی اسلامی بیخبر بودن و خودکامه به خودکامگی مبتلا بودن، این جوانان را حبس کرد. وقتی که رافضی ها دیدن که میدان از این جوانمردانی که برای دیار خود، برای دولت خود جان میدادن خالی هست، گذاشتن به حمله بر ضد پلیس بحرین، بر ضد حکومت بحرین. چقدر مظاهرات کردن، میتینگ ها کردن، از جمله همون بحرینی که مثل عربستان سعودی یک دولت تنج، یک دولت آرام است، او را به دولت آرام تبدیل دادن. این هم یک جهتی بود که حکومت بحرین با جوانان اهل سنت، با جوانان خود اعتبار نداد، اونها را از جهتی بدگمانی به زندان انداخت. و رافضی ها این یکی از خطه ها یا بگیم که نقشه های پنجگانه خمینی است که برای خاطر از بین بردن حکومت های اهل سنت به واسطه جوانان اهل سنت است. برای خاطر این خطه را هم ببخشید. بله بفرمایید. این خطه را هم در تاجیکستان اینها راه رفت کردنی هستند. با شکلی که به همگان معلوم است، در گرگان، در قم و در تهران، در دیگر شهرهای ایران اینها با تعلیم جوانان تاجیک مشغول هستند. و آن را گفتنی هستم که از روی خبرهای محللان سیاسی، ایران در اریتریا در داخل بحر یک جزیره را برای خاطر برای تدریب و مشق دادن یمنی ها اختیار کرده بود تا که از آنجا تعلیم حربی گیرند و برگردن به یمن و مردم یمن را قتل کنند. و این هم الحمدلله آشکار گشت. برای خاطر همین در تاجیکستان هم سالهای 2003-2004 رافضی ها را حکومت تاجیکستان دستگیر کرده بود و خیلی عملهای خوب نشان دادن دولت تاجیکستان برای از بین بردن این رافضی ها. و حتی گروهی بود در ولایت سوغد با نام یک گروه رافضیان که با فروختن مواد نشاور، هروئین و همچنین با نشر کردن دلارهای قلبکی مشغول بودند، آنها را حکومت تاجیکستان دستگیر کرده بود. و الحمدلله در آن وقتی که برادران اهل سنت به تعلیم و تدریس مشغول بودند، از شر این رافض نجات یافته بودند. این هم یک موقع حکومت است که باید ما او را طرفداری کنیم که برای خدمت اهل سنت کرده بودند. من اون را گفتنی هستم که اولا نصیحت میکنیم به دولت مردان تاجیکستان که آن بلا آفتی که در سر اهل بحرین، در حاکمان بحرین، در اهل بحرین و همچنین امروز بلای آفتی که در سر یمنیان فرو آمد، این همه از سبب بی‌پروایی و از سبب ظلم کردن به جوانان خود، به فرزندان خود بود که جوانان برومندی اهل سنت خود را اینها چیکار کردن؟ یعنی ظلم کردن، بی‌پروایی کردن، با آنها گمانی بد کردن، آنها تهمت کردن به سلفی، با یعنی با ارهابی یا با تروریست یا با اکستریمیست. این خود یک سیاستی ناعدالتانه است که خودی دولتدار که سنی مذهب است بر ضد جوانمرد خود مبارزه اجتناب‌پذیر میبرد و امروز متاسفانه چنین واقعه در تاجیکستان رخ داد و از آن در ترسیم که آینده این روافض یک جهت قوت بگیرند و بر ضد حکومت تاجیکستان بپا خیزند. از همین جهت نصیحتی من برای تمامی حکومتداران تاجیکستان، خداوند برای نشر سنت و تحقیق توحید نصرتشون بدهد، برگردن با آن عزت شهامتی که در سالهای پیش برای جشن ابو حنیفه رحمت الله علیه و برای از بین بردن بدعت‌ها و خرافات‌ها مثل 3 و 40 و 20 مبارزه می‌بردن، همان موقع پیشینشان را دوباره برگردن با اون موقع و اون عزت شکوهی که اهل سنت را میدادن، عزتی که با مسلمانان میدادن، او را دوباره به دست بگیرن تا که خداوند متعال آنها را عزت بدهد. یک کسی را احمد دانش رحمت الله علیه در کتاب سیاستنامه خود می‌آورد که در زمان دولت سامانی هنگامی که
شاه اسماعیل سامانی که از نصرت دهندگان مذهب اهل سنت بود در بخارای شریف در امارت خود، هنگامی که پسر او بعد از مرگ او دولت را بگرفت و به مذهب شیعه گرایش داشت. هنگامی که سلطان محمود غزنوی به آنجا حمله کرد، مردم آنجا خودشان دیدن که شاهزاده به صفوی ها یا به شیعه ها گرایش دارد. چیکار کردن؟ اینها گفتن که اگر چندی که سلطان محمود غزنوی حمله میکرد به طرف ما، اما او عادل است، اما او اهل سنت است، آنها به ضد پادشاهزاده امیر خود یا که دولت سرور خود قیام کردن و دشمن گویم که یک شخصی که به دولت اون لشکر میکشید او را طرفداری کردن و سلطان محمود را علما و شهروندان طرفداری کردن و از سبب شکست آن شاهزاده‌ای که بود که به مذهب شیعه گرایش بود. این بود یک تاریخی که باید حکومتداران تاجیکستان، زیایان تاجیکستان، سیاستنامه یا که کتابی درباره سیاست والله اعلم نامش همی است از احمد دانش که احمد دانش در تاجیکستان یک از گذشتگان صالح مردم تاجیکستان است که از اون بخوانند و از آن سیاست شرعی اسلامی را خوب یاد بگیرند. و همچنین احمد دانش در زمان دولت سامانیان ببخشید در آن دوله که اون بود، او را متخصص کرده بودند که هر یک مسائلی که روافض مطرح میکردن او را با دلیل های شرعی رد میکرد. باید در تاجیکستان هم در کمیته دین بجای اینکه روافض را به کار بگیرن تا آنها با حیله‌گری مردم را به ایران راهی کنند، باید اینها یک کمیته تشکیل کنند که این کتاب‌های شیعه را، علمای شیعه را اتستاد کنند، بفهمند عقیده، سوال‌های عقیدوی دیان اینها را بفهمند که اینها دشمنان مذهب حنفی هستند. بله استاد محمد جان برادر بزرگوار، من خلاصه این صحبت‌هایی که شما قبل از مطرح کردن قضیه کمیته دین نمودید، یعنی شما می‌فرمایید که طبق همون برنامه 50 ساله حکومت ایران اینها می‌خواهند عمدن بین دعوتگران و علمای اهل سنت و حکومت‌ها یک نوع دوری را ایجاد بکنن، اینها را از همدیگر دور بکنن و بعد از اون هر کدام را به تنهایی از بین ببرن. اول علما را از بین ببرن و دعوتگران اهل سنت رو، بعد از اون حکومت‌ها رو به دست بگیرن، چون که علما از حکومت‌ها دفاع نکنن و جوانان اهل سنت از حکومت‌های خودشون دفاع نکنن، دو دستگی بین اینها ایجاد بشه و در این وسط از به اصطلاح آب گلالود مایی بگیرن و بیان حکومت‌ها رو به دست خود بگیرن. درست است؟ بله درست گفتید. بله صاحب سخن شما. من سببی به یاد آوردن واقعه‌های بحرین و یمن را در این باب خواستم که خاطرشون کنم که طبق نظر شما است این حقیقتا همچنین کار در تاجیکستان روی راست واقع شد. البته الحمدلله اینها سرشون اگر فاش نمیشد اینها باز زیادتر کار میکردن. فعلا در زندان‌های تاجیکستان بسیار جوان‌ها که بیگناه به سبب آنکه همه در مسجد دستاشون میبرداشتن یا به سبب اینکه شیمشان از بجلی پاشون بالاتر است یا که ریش دارن در زندان‌ها بیگناه افتادن. اما امروز روافض رو می‌بینید که به هر صورت، به هر رنگ، با نام حنفی، با نام کارگر کمیته دین، با نام یک زیایی در تاجیکستان آزادانه با راحت سیر و گشت دارند. برگردیم به قضیه کمیته دین و اینکه کمیته دین چه راهکارهای مناسبی رو باید برای جلوگیری از خطر نفوذ تشیع در تاجیکستان و بربادی حکومت تاجیکستان که این هدف ایران و هدف روافض هست، باید چه کارهایی رو در پیش رو داشته باشن؟ کمیته دین امروز متاسفانه از جمله یکی از سروران کمیته دین ما ان شاء الله با آنکه گمانی میکنیم سلیمان دولتوف که از متخرجان جامعه های اهل سنت هستند، از آن کس طلب داریم که باید چخیلی که بیان کردم آن شخصانی که آنها شخصانی مشبوه هستند در داخل کمیته دین کار میکنن یا که در قسم مطبوعات کتاب کار میکنن که با اجازه آنها کتاب‌های شیعگی چاپ میشود یا کتاب‌های اهل سنت رد کرده میشود، باید تحت نظارت کمیته دین باشد و اینها نصرت اهل سنت دهند، نه اینکه اهل سنت را خور کنند. بنده در 3 سال پیشتر یک کتابی را با نام سلطان سایه الله است که این حدیث ابوبکر رضی الله عنه را به تخریج علما در وصف خدمات حکومت تاجیکستان که حکومت خدمت‌های خوبی کرده بود برای نصرت دین، مثل که بیان کردیم جشنواره ابو حنیفه و برداشتن بعضی خرافات‌ها از در تاجیکستان و ترتیب نظام در بعضی عادت‌های بد،
همین کتاب را نویسیم برای خاطر تقدیم کردیم به حکومت تاجیکستان تا که در آن نصرت علیه سنت شود. در آنجا تجربه‌ای بود که در آن از عربستان سعودی، از پاکستان، از ترکیه چه دولت مردان با سنت و با قرآن خدمت میکنند در آنجا نوشته بودیم. متاسفانه این کتاب وقتی که به کمیته دین رسید، از کمیته دین او را رد کردند و چاپ اجازه ندادند. در آن سال من فهمیده بودم که در این کمیته دین تاجیکستان یک گروه شخصانی است که اینها نمیخواهند که برای مردم خیر وارد شود. و همچنین در آخر سخن اگر به ما یک فرصت میداده باشید آقای انصاری بفرمایید. آن را گفتنی هستم که امروز سبب خواری نهضتی تاجیکستان در تاجیکستان آن است که امروز سبب شده است که بعضی دشمنان ملت آنها را به زناگاری تهمت میکنند، بعضی برنامه‌های فاحشگی، بعضی برنامه‌های از آداب بیرون را نشر کرده ایستادند برای خاطر طعنه کردن این نهضت تاجیکستان. آنها گفتنی هستند که سبب خودی نهضتی‌ها هستند که امروز در بین آنها شیعه‌ها زیاد شده ایستاده است. سروران نهضت تاجیکستان که از اول این مذهب را یا این حزب را اهل سنت تشکیل کرده بودند برای دفاع از آبروی اهل سنت در تاجیکستان، و امروز متاسفانه این یک بازیچه دستی روافض شده است که در داخل نهضتی‌ها شخصانی هستند که حضرت ابوبکر و 4 خلفای راشدین، حضرت عایشه را لعنت میکنند و این خیلی مشاهده است در بین بسیار برادران. این حتی آوازشان تصحیح شده است، سخنانشان ثبت شده است. ما این را فرصتی بیان کردن است، اما آن را گفتنی هستند که اینها همچنین نهضتی و همچنین علمای تاجیکستان به شکل عام شخصانی که با ایران با بی‌پروایانه رابطه میکنند، آن را گفتنی هستند که این ذلت خواری که در تاجیکستان آنها به سبب شدند یا که به ذلت و بخواری از دعوت ماندن یا که مسجدهای آنها بسته شد، سببش آن است که آنها منافق که بعض ظالمانی امروزه را خامنه ای را همچون سید خود اعلان کردند و می روند از کفی امید بوسند، او را احترام میکنند، او را امیر خود میمانند ولی امر مسلمین مینامند. این خود یک خواری است که به نص حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حدیث را روایت شده است از عبدالله ابن بریده از پدرش که فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقولوا للمنافق سید فانه ان یک سیدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل. این حدیث صحیح است. این را امام البانی در سلسله صحیحات در رقم 371 روایت کرده است، بیان کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که با منافق نگوید که سیدی ما است، پس اگر او سیدی شما شد در حقیقت شما پروردگارتون الله عز و جل را به غضب آورده. این غضبی است که امروز بالای اهل سنت، بالای شخصانی که میخوان برای سنت، برای قرآن خدمت کنند، برای اهل سنت خدمت کنند، اما متاسفانه در خواری و ذلیلی افتادن. سبب اساسیش این است که با منافقان گمان نیک میکنن، با منافقان رفت و دارن، در جلسه آنها کفگویی میکنن و از آنها با بعضی معلومات ها یاری هم میگیرن. از همین جهت چخلی که امروز نواره که در برنامه آقای انصاری شما نشر کردید، خود این یک دلیل واضح است که از کارهایی که اینها در دوام 15 یا 20 سالگی در تاجیکستان کردند. بله، جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما استاد گرامی، استاد محمد جان از تاجیکستان که در مورد خطر روافض در این کشور صحبت کردید. به عنوان سوال پایانی، پیام شما به علما و به دعوتگرانی که به خاطر بهانه وحدت و مصلحت هنوز هم نمیخواهند حقایق رو بیان بکنند در مورد ایران، در مورد روافض، در مورد حکومت جنایتکار آخوندی که در سراسر دنیا ما میبینیم که در کشورهای اسلامی هر جا فتنه و آشوبی به پا هست رد پای آخوندی در اونجا دیده میشه. پیام شما به این علما و دعوتگران چیست؟ پیام من آن است که به همه علمای تاجیکستان، به همه دانشمندان و زیایان و همچنین شاعران و نویسندگان با کلی آنها قایم خود را آنچنان بیان میکنند که آنها باید با امام مذهبی خودمان، امام بزرگوار امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که یک خاره بود در گولی روافض، یک عالمی بود که روافض را کافر میگفت، روافض را در همه جا به مثال میگیریم یکی از علمای مشهوری روافض که در دین رافضه همچون یک راوی مشهور است، او را ابو حنیفه رحمت الله علیه دروغگوترین مردم میشمارید و میفرمود که من دروغگوترین شخص را در حیات خود از او ندیدم. برای خاطر همین مادامی که امام مذهبی ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با روافض چنین
آشکارانه آنها را دروغگو میگفت، با آنها پس آنها نماز خواندن را حرام میگفت، امروز باید علمای حنفی، علمای اهل سنت و تاجیکستان از خواب غفلت برخیزند، روی راست بر ضد این دشمنان ملت، دشمنان سنت، دشمنان اصحاب پیغمبر، دشمنان اهل بیت که هستند و دشمنان دولت تاجیکستان هستند مبارزه برند تا که به این سبب هم حیثیت دینی خود را حفظ کنند و حکومت تاجیکستان که امروز از دیروزه به امروز تغییر افتاد به سبب فتنه اینها، تا که حکومت اهل سنت را دوباره به آن شکوه و شهامت خود برگردانند و همچنین از هم اساسی در نزد خداوند در روز قیامت با سری برداشته بخیزند و بگن پروردگار ما سخن تو را به مردم رسانیدیم. این است که باید اهل سنت، علمای اهل سنت در تاجیکستان برگردند به حق و از خدا بترسند و بترسند که امروز منصب و آن جاهی که خدا برای آنها داده است، روز قیامت آنها را خداوند میگوید که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند هر یک اینها راعی هستند و الامام راع و هو مسئول عن رعیته. هر یک امام، هر یک ملا، هر یک سرور راعی است، یعنی سرور است و از زبردست است و از زیردست خود روز قیامت پرسیده خواهد شد. این حدیث پیغمبر را در مد نظر خود نگاه دارند و دائما وصیت کنند به خیر و دائما در وقتی که در راه دین خدا سخن میگویند از ملامت کننده بین نکنند. بله، تشکر میکنم استاد محمد جان، کارشناس علوم اسلامی از تاجیکستان. الله متعال حفظتون کنه و تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. جزاکم الله خیرا و خداوند شما در راه خیر و نصر قرآن و سنت موفق گرداند. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما. بینندگان عزیز گرامی، ما کلیپ دوم برنامه رو پخش میکنیم و بعد از اون انشالله تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت و همچنین مهمان های دیگری رو هم داریم که در مورد موضوعات مختلف انشالله صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید، کلیپ دوم رو ببینیم و برمیگردیم خدمت شما عزیزان. فتنه شیعه‌گری در تاجیکستان. ائمه و خطبا و علمای تاجیک سخت‌ترین پایگاهی بودند که دین تشیع تکفیری نمی‌توانست به راحتی در آنها نفوذ کند. علمای تاجیکستان بزرگترین دین را بر این ملت دارند. در طول سالیان دراز سایه شوم کمونیست بر این ملت، این علمای تاجیکستان بودند که دین را در میان ملت مسلمان این مرز و بوم زنده نگه داشتند. تنها برخی از ملانماها که به خاطر تصرفات ناشایست خود از چشم ملت برومند تاجیک افتاده بودند و در جامعه پایگاهی نداشتند، برای کسب دنیا دین خود را دودستی به نظام آخوندی ایران فروخته در مسیر فتنه افروزی با اهریمن همگام شدند. ایشان قیام الدین که بنا به دلایل بسیار از جامعه ایمانی تاجیکستان طرد شده بود، برای کسب دنیا دست به دامان بلوی های منحرف پاکستانی شد. پس از کوتاه مدت آنها نیز از دست طمع او به تنگ آمده او را از خود طرد کردند. پس از آن راهی عربستان سعودی شده سنگ سلفی گرایی را به سینه زد. سلفی نما شدن نتوانست جشه و حرص دنیا پرستی او را که سرپرست خانواده بزرگ با 4 زن و نزدیک به 40 فرزند است اشباع نماید. این بود که راهی ایران شده خود را از نوادگان حضرت امام علی رضی الله عنه جا زد و با چاپلوسی در محضر برخی از آخوندهای درباری امثال آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جواد آمولی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نوری حمدانی توانست خود را به منافع درآمد ایرانیان نزدیک گرداند. داملا معروف جان استراوشنی از جمله دیگر افرادی بود که چون ایشان قیام الدین به خاطر تصرفات ناشایست خود از حزب نهضت اسلامی و از مجتمع ایمانی تاجیکستان طرد شد. این فرد همراه با دامادش سید یونس استراوشنی گرداننده سایت فتنه افروز کیمیای سعادت از جمله ملاهایی هستند که به خاطر رسیدن به دنیا دین و خاک و بوم خود را به اهریمن فتنه افروز فروختند. سید یونس که سایتش مدت سالی است که بند است، بنا به گفته ها به حزب الله لبنان پیوسته و در مافیای حزب الله به چریکی گرفتن جوانان تاجیک و افغان و بردن آنها به جبهه های سوریه برای کشتن مسلمانان ایفای وظیفه می کند.
ملاهای دیگری نیز هستند که به گونه‌ای با تشیع تکفیری همراهند و برای رسیدن به دنیای فانی صحابه و یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همسران ایشان را مورد شتم و ناسزاگویی قرار می‌دهند. اگر این افراد دست از فتنه و آشوب بر ندارند، در گزارش‌های آینده مجبور خواهیم شد نقاب را از چهره ننگ خیانت آنها برکشیم. در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده رادیوی خراسان به زبان تاجیکی، ده‌ها سایت به رسم الخط تاجیکی از سوی رژیم فتنه افروز ایران برای مسخ ملت برومند تاجیک و تغییر هویت دینی آن به راه انداخته شده است. در سال 2006 میلادی در شهر دوشنبه، رئیس جمهور ایران جهت کارآفرینی برای دوست نزدیکش آقای شیردوست پس از پایان خدمتش به عنوان سفیر ایران در تاجیکستان با رؤسای تاجیکستان و افغانستان طرح راه اندازی شبکه نوروز را مطرح کرد. هزینه هنگفت این طرح از بیت المال ایران بیرون رفت و توسط مشایی پدرزن پسر احمدی نژاد بالا کشیده شد و به شکرانه خداوند این پروژه ویرانگر تاکنون برپا نشده است. زنان از جمله مظلومترین اقشار جامعه تاجیکی می باشند که از تیررس مافیای تکفیری آخوندهای قوم دور نبوده اند. در کنار برپایی برنامه‌های عقیدتی سیاسی و تربیت بر مبانی تشیع تکفیری، قریب به اتفاق زنهای تاجیکی که به دام تشیع سیاسی گرفتار شده اند به سوی فساد و فحشا به نام ازدواج موقت و به عبارت آشکارتر روسپیگری زیر پرچم مذهب سوق داده شده اند. از آنجا که 2 میلیون جوان تاجیک زیر فشار زندگی مختل از کشور خود فرار کرده در روسیه در پی لقمنانی جان میکنند، زنها و خانواده های بی سرپرست آنها با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبانند. این فضای آشفته بازار شیعیان هوسران ایرانی را در این کشور پر رونق کرده است. خانم ظرفا رحمانی، مسئول امور فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در این باره اذعان داشت که امروزه در موارد زیادی زنان تاجیک با مردان ایرانی ساکن این کشور ازدواج موقت می کنند. این زنان از هیچ گونه حقوق و یا حمایت برخوردار نبوده، پس از ترک همسر دردناکترین پیامدهای این ازدواجها کودکان می باشند. عبدالبصیر سعیدوف از امامان جمعه شهر دوشنبه در 8 ژوئن 1391 به صراحت از این فاجعه پرده برکشیده، متعه یا ازدواج موقت را راهی برای قانونی کردن روسپیگری دانست و اعلام داشت این جنایت هرگز ازدواج شرعی شمرده نمی شود و از نظر دین گناه کبیره محسوب می شود. بسیاری از تاجیکان از اینکه تعداد زیادی از مردانی که جهت اشباع شهوت خود در ایام نوروز و تعطیلات تابستان به این کشور سفر می کنند، از جمله آخوندهای مافیای حاکم بر ایران هستند. آنها تلاش دارند با ازدواج با دختران زحمتکش تاجیک خود را در بافت اجتماعی جامعه تاجیکستان داخل کرده، زهر افکار تشیع را به ملت بی سواد و پاک دل تاجیک تزریق کنند. آنچه بیش از همه آینده جامعه تاجیکستان را چه در سطح حکومتی و مدیریت و چه در سطح جامعه مدنی به شدت تهدید می کند، قدرت گرفتن فارغ التحصیلانی است که از ایران به تاجیکستان می آیند. اینها چون از ایران معاش و یا حقوق می گیرند، نیازی به ترک کشور به روسیه ندارند و از مشکلات بیکاری نیز مسئول هستند. این افراد گول خورده در کوتاه مدت تشیع سیاسی که اکنون در جامعه تاجیکستان رشد کرده و تا حد زیادی حتی نهضت اسلامی این کشور را که بزرگترین فعالیت مذهبی را رهبری می کند تحت شعاع قرار داده به تشیع اعتقادی بدل می کنند. قدرت گرفتن افرادی چون تاج الدین عصام الدینوف، فارغ التحصیل جامعه مصطفی قم که اکنون ریاست دانشکده اسلامی را در اختیار گرفته و تلاش دارد تا دعوتگران مؤمن و اساتیدی را که از کشورهای مصر، سعودی و پاکستان فارغ التحصیل شده اند از سر راه خود برداشته، کاسه لیسان تشیع تکفیری ایرانی را در جای آنها جایگزین کند و با تغییر کتاب‌های درسی از خوان آینده سازان جامعه را آلوده گرداند، برای آینده تاجیکستان بسیار خطرناکند.
راه یافتن این افراد در سیستم مدیریتی جامعه تاجیکستان و چیره شدن آنها بر دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها و مدارس و داخل کردن افکار تشیع در کتاب‌های درسی نه تنها هجوم فرهنگی خطرناک محسوب می‌شود، بلکه جامعه موحد تاجیکستان را دودسته کرده فضای پر از آشوب همراه با جنگ‌های مذهبی چون لبنان، عراق، سوریه و یمن را برای آینده تاجیکستان رقم می‌زند که نه تنها حکومتداران اولین هیزم سهلنگاری این جنگ‌ها خواهند بود، بلکه غفلت آنها آتش در خرمن تاجیکستان زده خدای ناخواسته آن را به گورستان مرگ بدل می‌کند. ایران با سرمایه گذاری های کلان و شراکت با چپاولگران و دزدان ریشه‌دار در بازار تاجیکستان که در رأس اهرم حکومت قرار دارند، در روند سیاست گذاری تاجیکستان دخالت مستقیم دارند. ایرانی که بحران‌های اقتصادی کمر ملت آن را شکسته، در تاجیکستان شهرک‌های تجارتی و کارخانجات و بند برق یا سد سنگ توده و پروژه های پرهزینه دیگری را طرح‌ریزی می کند. آیا هرگز گمان می رود که گربه گرسنه برای خدا ماهی گیرد؟ غرور چیره شدن بر حکومت و جامعه تاجیکستان برای سردمداران ایرانی تا بدان جا رسید که روحانی رئیس جمهور این کشور در تاریخ 11 سپتامبر سال 2014 از ایران ستیزی در تاجیکستانی که آن را مستعمره و سران آن را غلامان حلقه به گوش و ملت آن را کاسلیسان خود تلقی می کرد شکایت داشت که چگونه چنین ملتی به خود اجازه می دهند بر علیه سیاست های ما لب به دهان گشایند. تمامی فعالیت‌های اقتصادی و ریشه‌های عمیق سیاسی و تهاجم فرهنگی ایران در جهان گام به گام با فعالیت‌های نظامی همراه است. ایران نیز به بهانه‌های بسیج دانشجویی و غیره جوانان و کودکان تاجیکی را که به ایران می‌برد طی پروژه‌های پنهانی آموزش نظامی داده برای کودتا و یا ترورها و آتش افروزی در آینده آماده می‌کند. آیا ماری که ملت‌های مسلمان عراق، سوریه، لبنان و یمن را گزید به ملت مؤمن تاجیکستان رحم خواهد کرد؟ جا دارد سیاستمداران وطن دوست و ملی گرایان تاجیک با علما و اندیشمندان و جامعه روشن و آگاه جوان این سرزمین همگام شده با اصلاحات اقتصادی و آزادی های فردی و عدالت اجتماعی مهار آینده کشور را به دست گیرند و با تهاجم فرهنگی شیعه تکفیری مقابله کرده با بیدار ساختن دانشجویان تاجیکی که به ایران رفته اند نگذارند تاجیکستان طامع فتنه و آشوب و برادرکشی گردد. چرا تاجیک مؤمن برای به ثمر رساندن سیاست‌های بیگانه کشور خود را به آتش کشد؟ بار الها، سرزمین عزیزمان تاجیکستان و سایر کشورهای مسلمان و ملت‌های جهان را از فتنه و آشوب آتش افروزان در امان دار. آمین یا رب العالمین. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در ادامه برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها با شما عزیزان هستیم و قسمت دوم این مستندی که در مورد خطر تشیع در تاجیکستان بود دیدید و انشاءالله قسمت‌های بعدیش رو هم دوستان آماده خواهند کرد و حتی کسانی که متهم هستند به تشیع فقط به مجرد اتهام چون که دلیلی وجود نداشت ما اسمای اونا رو ذکر نکردیم، تصاویرشون رو نشون ندادیم، ولکن در مستندهای بعدی اگر این اشخاص اعلان براءت و بیزاری از تشیع و از حکومت جنایتکار ایران نکنن، انشالله در مستندهای بعدی برای افشای چهره واقعی اینها، منافقینی که در لباس حنفیت خودشون رو پنهان کردن، انشالله برنامه‌هایی خواهیم داشت. من یک از نکاتی که خیلی مهم هست در این مورد که همه اینا این
شیعه زدای تاجیکستان ادعا میکنن که حنفی هستن و بارها دیدید که به مجرد اینکه بخوان صحبت بکنن میگن فلانی حنفی. من بعضی از مصادر احناف رو که علمای بزرگوار احناف نظر امام بزرگوار حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام اعظم رو در مورد روافض بیان کردن جمع‌آوری کردم که بعضی از اونها رو در این برنامه خدمتتون نشون میدم. احمد جان کارگردان برنامه اگر نشون بدید این صفحه رو. این اصول سرخسی است. ابی بکر محمد ابن احمد ابن سهل سرخسی یکی از علمای بزرگ احناف در صفحه 134 کتابش در اینجا میگه که و رسول الله صلی الله علیه و سلم وصفهم بانهم خیر الناس. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه خود را گفته که اونا بهترین انسان ها بودن. فقال خیر الناس قرنی الذین انا فیهم. بهترین مردم این قرنی است که من در بین آنها هستم. و شریعه انما بلغتنا بنقلهم. این دین و شریعتی که امروز در تاجیکستان، در افغانستان، در هر گوشه دنیا برای ما رسیده به توسط صحابه رسیده، به توسط نقل اینها رسیده. فمن طعن فیهم، هر کس که به اونها طعن وارد میکنه، فهو ملحد است، منابذ للاسلام، دشمن اسلام هست، ضد اسلام است. دواؤه السیف ان لم یتب. داروی این شخص چی است؟ شمشیر. داروی کسی که به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنه. در کتاب تحفه اثناعشری از شاه عبدالعزیز غلام حکیم دهلوی و ایشون فرزند امام مجدد شاه ولی الله دهلوی هستند، یکی از مفسرین بزرگ قرآن کریم. در صفحه در این کتاب خودشون در صفحه 300 در اینجا میگه هر کس که به اصحاب پیامبر توهین میکنه و به اونها اهانت میکنه این عقاید خبیث رو داره، این شخص کافر است، از اسلام بیرون هست و منافق هست و در اسلام جایی نداره. تشکر میکنم از عزیزانمون. در کتاب فتاوی الهندیه یا فتاوای عالمگیری که علمای احناف با این کتاب آشنا هستند، در اینجا در صفحه 264 مطالب زیادی آورده. شروعش این است که الرافضی اذا کان یسب الشیخین و یلعنهما والعیاذ بالله فهو کافر. اگر که رافضی، شیعه رافضی که شیخین رو یعنی ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما رو لعن میکنه، این شخص کافر هست. و اگر که یفضل علی کرم الله تعالی وجهه و علی ابی بکر رضی الله تعالی عنه لا یکون کافرا الا انه مبتدع. اگر که فقط علی رو افضل میدانه از ابوبکر و ابوبکر و عمر و عثمان رو لعن و نفرین نمیکنه، این انسان مبتدع است. و مطالب زیادی در اینجا در مورد عقاید کفری روافض آورده که میتونید به این صفحه مراجعه کنید، صفحه 264 این کتاب. در این کتاب همچنین در کتاب المبسوط شمس الدین سرخسی، در این کتاب هم در اینجا در صفحه 92 میگه که روافض قومی هستند که دروغ میگوین، بهتان میزنن و مذهبشان بر اساس دروغ پایه‌گذاری شده است. تشکر میکنم از عزیزان. شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه از امام لالکانی در این جزء اولش در صفحه 733 در مطلب 1356 از امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در اینجا میگه که قال لا اصلی خلف جهمی ولا رافضی ولا قدری. در پشت جهمی و رافضی، شیعه رافضی و قدری نماز نمیخوانم. این عقیده امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. در عقیده طحاویه که امام علی ابن محمد ابن ابی العز دمشقی حنفی این کتاب رو نوشته، در اینجا میگه که در اینجا میگه که اصل رفض انما احدثه منافق از زندیق قصده ابطال دین الاسلام. اصل شیعیان رافضی رو که اینا رو تأسیس کرده میدونید که عبدالله ابن سبعی یهودی است که قصدش باطل کردن اسلام و قدح فی رسول الله صلی الله علیه و سلم، طعنه زدن در پیامبر صلی الله علیه و سلم. چون میدونید که
وقتی که میگن که اصحاب پیامبر کافر شدن، اصحاب پیامبر فلان کردن، علان کردن، توهین میکنن، این در حقیقت توهین به پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در 23 سال نتونست 4 نفری رو تربیت بکنه که حداقل اخلاق خوب داشته باشن. در این کتاب دوستان عزیز نشون بدن سب العذاب علی من سب الاصحاب از امام آلوسی رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگ احناف. در این کتابش در اینجا میگه که اینها روافض چطور، من میگه تعجب میکنم که چطور روافض خودشون رو به پدرانشون نسبت میدن. فإن من نظر الی احوال روافض، که دیگه در مورد احوال روافض نگاه بکنه در متعه در این زمان لا یحتاج فی حکم علیهم بزنا، میگه احتیاجی به این نیست که ما حکم بر زنا بکنیم، یعنی آشکار است که این انسان زناکار است، این عمل متعه رو که انجام میده بدون شاهد ولا برهان. فإن الامرأة واحدة منهم تزنی به 20 رجلا، یک زن میره با 20 مرد متعه میکنه، صیغه میکنه. و این نظر علامه آلوسی است که تفسیرشون مملو است از مطالبی که در مورد کفر روافض اومده. در همین کتاب در صفحه 278 این کتاب میگه ان کفرهم اشهر من کفر ابلیس، کفر شیعیان رافضی از کفر ابلیس هم بدتر است و بغضهم للصحابه رضی الله عنهم لا یخفیه تدلیس ولا تلبیس، میگه که بغض اونها در مورد صحابه رو، این تدلیس و تلبیسی که میکنن والا ما حنفی هستیم و فلان هستیم و تحقیق میخوایم بکنیم و این اون، میگه این حرفا نمیتونه اینها رو پنهان بکنه، اینا بغض دارن به اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چون که بغضشون به دین مبین اسلام هست. و همچنین در این کتاب مرقات المفاتیح در شرح مشکات المصابیح از ملا علی قاری رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگ احناف، در جلد 8 در این کتاب در صفحه 563 در اینجا در مورد کسایی که اعتقاد به کفر صحابه دارن و به صحابه از روافض که در این زمان توهین میکنن، به صحابه اهانت میکنن، اعتقاد به کفر اونها داره، فضلا از سایر اهل سنت و الجماعه فهم کفر بالاجماع بلا نزاع، اونها کافر هستن به اجماع علمای احناف و بدون هیچ منازعه، بدون هیچ مخالفت اونها کافر هستن. این نمونه هایی بود از کتب احناف در مورد روافض، اعتقاداتی که شیعیان رافضی دارن. دوستان عزیزمون از همین لحظه شماره تلفن های برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و عزیزانمون از تاجیکستان و تاجیکانی که در کشورهای دیگر مقیم هستن میتونن تماس بگیرن. من از برادران و خواهران عزیز ایرانی و افغانی خواهش میکنم که در این برنامه وقت رو در اختیار عزیزانمون در تاجیکستان قرار بدن که اونها بیشتر بتونن در مورد وضعیت فعلی کشورشون انشالله صحبت بکنن و همچنین از طریق اسکایپ وصال حق هم که دوستان زیرنویس خواهند کرد ما تماس‌های شما عزیزان را خواهیم گرفت، عزیزانی که از تاجیکستان در این مورد انشالله صحبت خواهند کرد. و یک بار دیگر من دعوت خود را به علمای تاجیکستان اعلان می کنم که بزرگواران، شما علمای ما هستید، مشایخ ما هستید، ما برای تک تک شما عزیزان احترام قائل هستیم و همیشه در پی این بودیم که شما بزرگواران سربلند و سرافراز باشید. والله بالله تالله سرافرازی شما، سربلندی شما، سعادتمندی شما در دنیا و آخرت در تمسک شما به عقیده اهل سنت و به جوانان اهل سنت است. روافض، شیعیان رافضی در طول تاریخ، من این تحدی رو 5 سال قبلم اعلان کردم، بازم تکرار میکنم و در هر برنامه تکرار کردم که در طول تاریخ اسلام ببینید یک وجب از خاک کشورهای اسلامی رو رافضی ها فتح کردن. در طول تاریخ ببینید خدمتی برای نشر اسلام اینا انجام دادن. در طول تاریخ ببینید که یکی از این علمای روافض کتابی در مورد ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و ولید ابن عقبه و شیبه و عتبه و ربیعه و سران مشرکین در مکه و در طائف نوشتن که چه توهین‌ها و اهانت‌هایی و ظلم‌هایی به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. هر آنچه نوشتن در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عمرو ابن عاص و
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بیشترین خدمت ها رو به اسلام کردن، اینها بیشترین توهین ها و اهانت ها رو به اونها میکنن. گاهی دیدید که در مورد کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم طعن میکردن، تهمت میزدن، با پیامبر جنگیدن، اینها برنامه گذاشته باشند، بر علیه اونا صحبت کرده باشند، کتابی بر علیه اونا نوشته باشند، هر آنچه گفتن، هر آنچه نوشتن در مورد اصحاب پیامبر است. پس تا کی میخواید فریب اینها رو بخورید که اینها وحدت میخوان؟ اینا وحدت نمیخوان. اینا با شعار وحدت میخواهند که شما را در کنار خودشون ببرن تا شما سیاهی لشکر دشمن بشید. میخواهند شما رو در کنار خودشون ببرن و از وجود شما در کنار خودشون سوء استفاده بکنن. اینها در طول تاریخ برای اسلام و برای مسلمان ها غیر از ذلت، غیر از خواری، غیر از بدبختی هیچ چیز دیگر به ارمغان نیاوردن. نشون بدن که یک وجب از خاک اسلامی رو اینها فتح کرده باشن. همیشه اگر صلاح الدین ایوبی با کفار صلیبی جهاد کرده، اینا دشمنی بودن که از پشت سر خنجر زدن. به خاطر همین صلاح الدین ایوبی قبل از اینکه فلسطین و بیت المقدس را آزاد بکنه، رفت دولت اینها رو در مصر ساقط کرد. وقتی یکی از علما بهش گفت که ای صلاح الدین، اینو که حداقل مسلمان خودشونو میگن، تو باید بری با کفار یهود و نصارا بجنگی، فلسطین رو آزاد بکنی. گفت تا اینکه پشت سر من امن نباشه نمیتونم بیت المقدس رو فتح بکنم. چرا همیشه اینها از پشت به لشکر اسلام خنجر زدن، به صلاح الدین ایوبی، به دولت عثمانی دور نمیریم. هر موقعی که عثمانی ها با کفار صلیبی درگیر شدن، همین ها بودن، همین دولت شیعه رافضی صفوی ایران بود که از پشت به دولت عثمانی خنجر میزد، تا اینکه سلطان سلیم مجبور شد که جهاد رو بر علیه کفار متوقف بکنه و برگرده با دولت صفوی ایران درگیر بشه. اینها دشمن اسلام بودن. مذهب اینا بر اساس دشمنی با اسلام و با قرآن تأسیس شده و اینها هرگز دوست شما نیستن و نخواهند بود و هرگز خیر و صلاح تاجیکستان رو نمیخوان. تماس های شما عزیزان را میگیریم. اولین تماس از تاجیکستان. برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقا انصاری جانی برادر. سلامت باشید، بفرمایید برادر گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از تاجیکستان طبعا زنگ میزنید، بفرمایید. ابو محمد اسم از تاجیکستان. ابو محمد برادر عزیز بفرمایید. واقعا چگونه که خودتون قید کردین آقا انصاری، بله. از این برنامه‌های قبلی که برای ما تیار کرده بودین اینش جذابتر است آقا انصاری و ما خوشحالیم از این برنامه‌تون. سلامت باشید. سلامت باشید ابو محمد. الو. بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. واقعا اینا دشمن اشدی اهل سنت چگونه که خودتون قید کردین. بله 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 بله. ابو احمد برادر عزیز، شما صحبت بکنید، از وقت استفاده بکنید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. برادر عزیز، ما تربیت‌شدگان یعنی کانال های شما ان شاءالله آگاهیم که چگونه که برای مغول راه رو باز کردن و چگونه که راه رو برای مغول باز کردن و چگونه در صف ظالمین ایستادن مقابل اهل سنت مبارزه بردن. هر وقتی که اهل سنت میخواهد صاحب قدرت شو، میخواهد پیروزی را در پیش بگیره، اینها در صف دشمن میستن و مقابل اهل سنت مبارزه میبرن. درست. چگونه شما قید کردین گفتن که همون جنگ هایی که در یمن و در سوریه شید، اینها در تاجیکستان همون جنگ ها را می اندازن. نه تنها می اندازن، از بس که از الان سرکردگی هستند. درست. الان در فیسبوک و در ادنکلاس که در دیگر ساحه‌های مختلف دارن ضد این شبکه‌های توحیدی مبارزه میبرن و اونام حنفی و این کانال ها را سلفی گفته توهین میکنن. درست. درست. تشکر ابو محمد برادر عزیز، الله متعال حفظ کنه شما رو. خدا نگهدار قوتتون بده. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. کمی بلندتر صحبت بکنید، صدای شما ضعیف است خیلی. بفرمایید، شما دارید با من حرف میزنید، منتها کمی بلندتر صحبت کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از تاجیکستان زنگ میزنیم آقای انصاری. آقای امید. آقای امید، بفرمایید. امید آقا بفرمایید. آقای انصاری، شما در برنامه خودتون همین نسبت همین آقا امید بزرگوار، شما لطف کنید صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن کمی بلندتر صحبت کنید. آقای انصاری، شما در برنامه خودتون نسبت همین خب من عذر میخوام از این برادر عزیزمون، مجبورم صداشون رو قطع بکنم چون که نبسته بودن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ طاهر هستم، طاهر کلابی هستم، از مسافرت از شهر سنت پترزبورگ زنگ میزنم. میخواستم از شما التماس بکنم که امروز احوال فلسطین ما از ما تاجیکان بدتر است، در حق آنها خودی حاضر دعا بکنید و تمام بینندگان آمین بگویند. یک خواهش داشتم. الله متعال ملت مظلوم فلسطین رو از شر یهود و شاگردان یهود و شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی حفظ بکنه انشالله. آمین یا رب العالمین. متشکرم از شما. خداوند جزای خیر بر شما و کل امت بدهد. آمین. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی صدای تلویزیون رو ببندید. استاد انصاری؟ انصاری هستم، صدای شما داره پخش میشه. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. من باستم. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. من محمد هستم از تاجیکستان. آقای محمد بفرمایید برادر عزیز. من میخواستم یک چیز به شما بگم درباره همین استاد معروف جان که شما عکسشون رو کانتکتش برآورده کو در تلویزیون. بله. در تلویزیون برآورده عکسشون. وای آدم میدونی چه آدم همیشه آدم که اهل سنتی خصوصا تاجیکستان خصوصا شهر افتراشان اون آدم رو همیشه میشناسن به عنوان اهل سنت مذهب حنفی. اون آدم بله متاسفانه تماس شما قطع شد، دوباره تماس بگیرید انشالله، پیام شما رو خواهیم شنید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. شما خوبید؟ لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر گرامی. چشم استاد. بفرمایید. استاد جان در همون باره موضوع محیدین کبیری که هم در شهر معلومات در مورد محیدین کبیری معلومات همون شیعه یا سنیه؟ نه ایشون از اهل سنت هستن و هیچ دلیلی بر شیعه بودن ایشون وجود نداره آنچه که در ظاهر است. سلامت باشید استاد. زنده باشید. تشکر از شما. الله متعال کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. خودتون رو معرفی کنید. خب تماس این عزیزمون قطع شد. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله هستم از تاجیکستان. آقای عبدالله از تاجیکستان. دوستان چند سوالی را از شما بفهمم آقای انصاری. این برنامه پرسش و پاسخ نیست، در مورد
قضیه خطر تشیع در تاجیکستان اگر مطلبی دارید بفرمایید. میخواستم نشانه هایش از شما سوال کنم برادر عزیز. بفرمایید. شخصی که معاویه رو بگوید که خطا کرد یا که روز عاشورا را جشن گرفت بگوید که مردم شیعه برادر ما هست، باید نتونیم که شیعه گویه مسلمی. بله ببینید کسی که بگه سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه خطا کرد، ما اهل سنت به این اعتقاد داریم که همه اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ابوبکر رضی الله تعالی عنه گرفته تا پایین ترینشون همه قابل خطا بودن، چون که ما قائل به معصومیت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستیم. معصوم نبودن، خطا میکردن، اشتباه میکردن. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه، حتی در بین صحابه کسایی بودن مرتکب زنا شدن، مرتکب قتل شدن، قصاص شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو قصاص کرد و این در سیرت هست. اما ما قائل به عدالت صحابه هستیم، یعنی به این معنی که هیچ وقت کاری رو نمی کردن که خلاف مروءت باشه، خلاف اسلام باشه، عمدن به اسلام ضربه بزنن، به دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ضربه بزنن، اما معصوم نبودن، خطا می کردن. بله محمد جان، عبدالله جان از تاجیکستان. تشکر میکنم برادر عزیز، مثل که شما صدای من رو نمیشنوید، تماس شما رو قطع کردم، ان دوباره تماس بگیرید. ببینید در مورد قضیه که در مورد سیدنا معاویه صحبت میکنه کسی، اولا این گونه انسان ها باید نصیحت بشن. شاید اشتباهات تاریخی به اونها رسیده، از کتاب های شیعه متاثر شدن. ایران ببینید شما، من تقریبا در دوران جهاد در افغانستان، در پاکستان، کتاب هایی بر علیه اهل سنت در بین مهاجرین افغانی توزیع کرده. ایران زمانی که مهاجر بیچاره نیاز به یک تیکه نان خشک داشت، کتاب بر علیه اهل سنت و شبهات شیعه رو در بین مهاجرین توزیع کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذهن مردم رو مشوش بکنن. و چه بسا که از علمای ما، از رهبران ما متأثر شده بودن از اونها. خیلی ها بودن که متأثر، الان فهمیدن. همین شیخ یوسف قرضاوی 10 سال قبل اگر بهش میگفتید خطر تشیع، باتون دعوا میکرد. نه، کی گفته شما برید بر علیه دشمنان اسلام صحبت بکنید، بر علیه یهود و نصارا صحبت بکنید، چسبیدید به ایران و به رافضه. الان کارت به استخوانش رسیده، 3-4 میلیون شیعه مصری صبح و شام دارن به اصحاب پیامبر، به امهات المؤمنین توهین میکنن، بر علیه اهل سنت دارن با هر کافری دسیسه میکنن. همین شیعیان مصری بودن که در انقلاب با سیسی یکی شدن بر علیه اهل سنت. همینایی که تا دیروز به نام تقریب مذاهب در قاهره اومده بودن مرکز زده بودن. روزی که کار به استخوان قرضاوی رسید، بعد اومد داد و بیداد در کنفرانس دوحه در قطر را انداخت که بیایید امت رو نجات بدید. که دیروز کجا بودی؟ دیروز که جوانهای دلسوز اهل سنت می اومدن به شما میگفتن که جناب شیخ خطر تشیع است، میگفتید که اختلاف نندازید در بین امت. خیلی از علمای ما متاثر شده بودن. همین الان ایران بیش از 100 شبکه تلویزیونی داره، به زبانهای مختلف داره در بین اهل سنت شبهه پراکنی میکنه. کسایی هستن که فریب خوردن، اینو ما انکار نمیکنیم. بودند و هستند علمایی در تاجیکستان که فریب خورده بودند. اما ما به خاطر اینکه طرف میاد یک اشتباهی رو مرتکب میشه، ما چرا از خودمون دور بکنیم؟ چرا اینها رو به زور در دامن روافض بندازیم، بگیم که نه الا بالله که تو شیعه هستی، تو رافضی هستی، تو باید بری طرد شوی از جامعه؟ این دقیقاً همون برادر محمد جان که فرمودن در پلان برنامه 50 ساله حکومت ایران بعد از اینکه خمینی قدرت رو گرفت، یکیش این بود که بین علمای اهل سنت و بین حکومت ها و بین مردم تفرقه اندازی بکنن. به طور مثال یک عالمی در دوشنبه معروف میشه، خطبه هاش، دلسوزیاش برای ملت تاجیکستان، نوکرای ایران میان چیکار میکنن؟ تهمت میزنن به این عالم، میگن این شیعه شده. تا چیکار بکنن؟
هم این رو به وسیله حکومت بزنن هم به وسیله مردم بزنن. بعد از اینکه این رو هم از حکومت جدا کردن هم از مردم جدا کردن، بعد میرن پیشش بفرمایید با ما. این طرف دو را بیشتر نداره، یا که در امن عزلت و در امن بدبختی زندگی بکنه، یا که بره تسلیم ایران بشه و خواسته های ایران رو برآورده بکنه. دوستان، این دسیسه های رژیم فاشیستی آخوندی رو در ایران همیشه به یاد داشته باشید و فریب اینها رو نخورید. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با آقای انصاری کمتر صحبت بکنم. خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی. عبدالله هست از تاجیکستان. آقای عبدالله، ماشاءالله عبادالله در تاجیکستان زیاد هستن. الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. السلام علیکم آقای انصاری، رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری، انشاءالله که خداوند شما و همه همکارای شما را در حیث امان خودش نگهبان باشد. سلامت باشید. و در کار بار شما خیر و برکت رو زیاده بکند. آمین. دشمنان شما و دشمنان تمام بندگان خدا رو در خار و ذلت بگرداند و همچنین تمام بندگان خداوند در حیث امان خودش نگهبان باشد. و هر آنچه که شما از پشتیبانی اهل سنت میگیرید از این شبکه شما حق است، راست است و این قضیه که شیعه‌گری در تاجیکستان میباشد این حقیقت دارد و هر اون علمایی که از پشتیبانی حکومت سخن میکنند میگن این دروغ است، با آنها گفتنی هستند که از خدا بترسند، چون که فرد روز قیامت در زیر پرچم آن ظالم ها حشر نشوند. درست. پس آقای انصاری، با شما یک پیشنهاد داشتم. بفرمایید. اینجا در تاجیکستان آقای انصاری مردم بسیار دیشهای خود رو با محوره نیلسات یا 152.5 درجه 52.5 درجه نصب کردند و فیلم های از آن شبکه های این محوره فیلم های ترکی رو تماشا میکنند. بنابراین من از شما خواهش داشتم اگر امکانیت نداشتید این شبکه ویسال حق را با محوره یا 152.5 درجه هم میگذراندید. چشم. در این مورد صحبت میکنم. انشاءالله وقت شما رو بسیار میگیرم. تشکر از شما. همه شما رو در حفظ امان خودش نگهبان باشد و تمام استادانی که در برنامه ویسال حق در شبکه ویسال حق برنامه دارند سلام بنده رو با آنها برسونید. علیکم و علیهم السلام. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. در زمان خدا باشید. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر. خدا نگهبان باشه. خدا نگهدار شما. در مورد یا لایف یا یاسات ما با مسئولین این ماهواره صحبت کردیم و اتفاقا یکی از خیرین اهل سنت 1 سال کامل مصرف یا لایف یا یاسات رو به عهده گرفته بود، منتها اداره این ماهواره کلا رد کردن، گفتن که حکومت ایران نمیذاره که ما شبکه وصال رو در این ماهواره قرار بدیم و این خط قرمز هست و اونا شرط گذاشتن و به همین دلیل الله سبحانه و تعالی نخواست که ما در این ماهواره باشیم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری سلامت. بفرمایید برادر گرامی، شما دارید با من صحبت میکنید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ استاد مهربان، انصاری ساز شما. الحمدلله. من عبدالله از تاجیکستان. آقای عبدالله بفرمایید. عبدالله از تاجیکستان.
بفرمایید عبدالله، بفرمایید برادر بزرگوار. استاد انصاری، درباره محیدین کبیری میخواستم سوال کنم که درباره محیدین کبیری در یک آقای عبدالله صدای گیرنده رو کاملا ببندید و از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. ما در بله، سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید. برادر جان بسیار تشکر دارم از برنامه خوبتون. تشکر از شما. شما میگید حقیقت این یگان برای نیست که حقیقت برادر. یک گفتن یک برادرها زنگ بزنن در دوره شما اینجا خیلی برادر گفته است که معاویه خطا کرد که یزید در خلافت شد. همین خطا و همین خطا گفته این برادرها دیگر او شیعه شد، او تشدید، او تشدید خیلی بودن و بردن. من در این مورد صحبت کردم برادر بزرگوار. ما کلی صحبت بکنیم در مورد خطر دشمن خیلی بزرگتر از این عرفاست. ایران برنامه‌های خیلی وسیع داره در تاجیکستان و متاسفانه بعضی از مسلمان‌ها افتادن به جان یک نفر یا دو نفر که آی فلان شیعه شده، فلان این شده. ما باید خطر بزرگتر رو جدی بگیریم. من خواهش میکنم که محکمات ما بگیره اثبات بکنه که همون برادر من باوری دارم که از شیعه شدن بیزار است. همون او برادر میگه شیعه را، ما هم برادر میگیم شیعه را، برادرای ما شیعه، ما همون آخوندان هستیم. بله درست. تشکر از شما. تشکر برادر. زنده باشید. تشکر از شما. زنده باشید. الله متعال ستون کنه. من هم گفتم و بازم تکرار میکنم، شیعیانی که سب صحابه نمی کنن، به مادرمان ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین و اهانت نمی کنند، تهمت نمی زنند، شرک ندارند، برادران ما هستند، ولو این که اسمشون شیعه باشه. منم گفتم و بارها هم گفتم و بازم تکرار می کنم و میدانید که در نزد اهل سنت تقیه نیست، نفاق نیست، هانچه که عقیده ماست بیان می کنیم و از کسی هم نمی ترسیم. و در این که کسی که به صحابه لعن بکنه، توهین بکنه، با امهات المؤمنین لعن و نفرین و توهین بکنه، اونها رو متهم بکنه، هر کسی که میخواد باشه، از خمینی گرفته تا خامنه ای، هر کسی که است، رافضی است، کافر هست، مستحق عذاب جهنم هست. بلکه اگر با همین اعتقاداتش بمیره و اعتقاد به تحریف قرآن و به کفر صحابه و به اتهام به ام المؤمنین عایشه صدیقه داشته باشه، جاویدان در آتش دوزخ است. این عقیده ماست، با کسی شوخی هم نداریم. ما مهمان گرامی داریم، خانم فاطمه، یکی از خواهران تاجیک که ایشون از تاجران ملی تاجیکستان هستند و ظلم‌ها و ستم‌هایی رو که در تاجیکستان دیدن میخوان بازگو بکنن. خواهر گرامی، اگر صدای من رو دارید، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم. برادری مؤمن محمد انصاری. سلامت باشید خواهر گرامی. خواهر خانم فاطمه، شما بفرمایید، مایک شبکه وصال حق در اختیار شماست. هر چه که دوست دارید در مورد مظلومیت ملت شریف تاجیکستان بگید، ما میشنویم. تشکر. السلام علیکم به همه بینندگان، شنوندگان، به برنده برنامه وصال حق برادری مؤمن محمد انصاری. اجازت بدهید اول منتداری و تشکری خلق تاجیک را و کارمندان برنامه وصال حق برسانم. سلامت باشید. بسیار منت داریم که طریق برنامه وصال حق با کمک و دستگیری شما برنده برادر انصاری، ما مردم مظلوم عذابهای خلق تاجیک را، دردهای خود را آزادانه به تمام دنیا می رسانیم. الحمدلله.
وصال حق حقیقت ناعدالتی های امام علی رحمان بالای مردم تاجیک در تاجیکستان را به گوش تمام دنیا رسانید. وصال حق پایمال شدن دین اسلام در تاجیکستان را به تمام مسلمانان دنیا رسانید. خیر این دنیا و آخرت نصیبتان گردد برادری مؤمن و مسلمان. آمین. آمین. من یک تاجیک زن هستم از جمهوری تاجیکستان، شهروند تاجیکستان. نامم فاطمه است. مادری صاحب 5 فرزند می باشم. از سبب فشارها زیاد بودن به سر مردم از نام از فامیل خود نمی گویم تا که به سر من مادری تنها، زنی تنها، تربیتگری 5 فرزند یتیم فشارها از طرف رژیم ظالمین و رژیم رحمان بسیار فشارها زیر فشار قرار می دهند مردم را. از همین خاطر بسیار ببخشید که من فامیل خود را یعنی تخلص خود را گفته نمیتوانم. خواهش میکنم خواهر گرامی شما راحت باشید، هر طوری که دوست دارید در این مورد صحبت بکنید ما میشنویم ان شاء الله. بفرمایید. فهمم. تشکر زیاد برادر عزیز. من به تمام مردم تاجیکستان، به هموطنانم، به تمام مسلمان های دنیا گفتنی هستم و رساندنی هستم که در تاجیکستان از سال 2010 با فرمان وزارت معارف سابق وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف بود که امروز او انسان عبدالجبار رحمانوف رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان می باشد. فرمان من کردن ستر و حجاب در مکتب و دانشگاه ها امر شده بود. در تاجیکستان 5 سال می شود که دولت و حکومت و راهبران ضد پوشیدن حجاب، نماز، ریش نوجوانان مبارزه برده ایستاده است. دولت ما تاجیکستان 90-95% مردم مسلمان است. چرا دولتداران این خیل قانون‌های ضد شریعت اسلام را جاری کرده ایستادند؟ چرا بر ضد دین اسلام مبارزه برده ایستادند؟ چرا زنهای به حجاب را به کار قبول نمی کنند؟ از مکتب و دانشگاه ها خارج می کنند، جریمه می کنند. اگر حجاب زن به این راهبران راهزن خلال یا ضرر میرساند. حجاب فرض است، دین است، عفت و عزت است، صداقت و هویت است، معرفت و شجاعت و کرامت و دانایی است. چرا اینها ضد اسلام هستند؟ چرا اینها ضد دین اسلام مبارزه میبرند؟ مگر همین مادر امام علی رحمان زنی با حجاب نبود؟ یا مگر ستاره گلیوود بود با دامن کوتاه و پیراهن کوتاه و آستین‌های برهنه میگشت؟ مگر مادری محمد سعید عبیداللهیف پیراهن‌های دراز، آستیندار، ازار، رومال‌های کلان نمی پوشیدند؟ چرا امروز این حکومت امام علی رحمان تاریخ گذشته نیاگان خود را فراموش کرده از ما زنهای تاجیک میمون برهنه تیار کرده ایستاده است؟ مگر اینها را راهبر گفته می شود؟ آی مردم عزیز، آی تاجیکان دنیا، ای تاجیکستانی ها، اینها راهزنها هستند، اینها دشمن خلق هستند، اینها دشمن فرهنگ و نیاگانمان هستند، دشمن دین و ایمانمان هستند، اینها دشمن خدا و شریعت اسلام هستند. چرا جوانان را اجازت نمی دهند که در مسجد رفته نماز بخوانند؟ چرا ریش‌های جوانان را مجبوری می تراشند؟ برادران در تاجیکستان جوانی که ریش دارد مجبورند به اداره پلیس میبرند و با تهمت‌های ناحق پرونده جنایی باز میکنند و به محکمه کشیده بالاخره چند سال زندانی میکنند. مگر این راهبر است؟ مگر در تاجیکستان راهبر وجود دارد؟
اینها راهزنها هستند، اینها تهمتگرها هستند، اینها دشمن ملت تاجیک هستند. در تاجیکستان ما همه وظیفه ها در دست امام علی، فرزندهای امام علی، دامادهای امام علی، خویش و تبار امام علی است. تمام وزارت ها، تمام بانک ها، تمام تجارت ها، عموما همه وظیفه دولتی در یک دست اولاد امام علی قرار دارد. این اولاد تمام وظیفه های دولتی را صاحب شده، خلق مظلوم را چی طوری می خواهد همون خیل دزدی می کند، غارت می کند، فریب می کند، ترس می دهد، تهمت می کند. ای تاجیکان، مگر کاسه صبر تنها من لبریز شده است؟ ملت عزیزم، بیدار شوید. ببینید چقدر رشوت ستانی است در تاجیکستان. رشوت ستانی به درجه بسیار بالا رسیده است. مردم مظلوم از این رژیم امام علی رحمان نه با جای کار تامین، نه معاش کافی میگیرد، نه نفقه بسنده دارد، ولی باید رشوت بدهد. شروع کرده شامل شدن به کودکستان رشوت میخواهد، شامل شدن به مکتب ها، دانشگاه ها رشوت میدهی. میخواهی یک تجارت بکنی، البته باید به اولاد امام علی رشوت بدهی. عموما تمام امتحان های مکتب، امتحان های دانشگاه، برای به جای کار قبول شدن، برای به شفاخانه طبابت گرفتن، در تمام جا رشوت میدهی، پس کار تو انجام مییابد. من چی خیل این حکومت راهبری عادل بگویم. رشوت خوری، دزدی اوباشی، غارت مردم، این کاری راهبری عادل است؟ راهبر باید غمخوار ملتش باشد. رفتارهای اینها به راهزنها شبیه است. در تاجیکستان مردم شریف، مردم عزیزم، ما تا دوره که حکومت امام علی رحمان به تاجیکستان 24 سال پیش آمده بود، ما برق 24 ساعت داشتیم. ما یک نیروگاه آبی نارگس داریم که همین یک نیروگاه، یک بند آب نارک تمام جمهوری را با برق 24 ساعت تامین میکرد. ولی در دوره حکومت امام علی رحمان افسوس ما خلق تاجیک 2 ساعت صبح و 2 ساعت شام برق داریم. مگر راهبری غمخوار خلق و ملت این کار عمل را میکند؟ چرا برقهای تاجیک را دزدید؟ چرا از مردم برق را کم میکند؟ به افغانستان و پاکستان میفروشد. تاجیکان از بیبرقی رنج و عذاب میبرند. این است امام علی رحمان، راهبر دولت تاجیکستان. مردم عزیز، دلتان به حال زندگی های پر عذابتان، به بیبرقی و بیابی، بیکاری و بینانیتان بسوزد. ما را این امام علی جبران، مجبوران، این حکومت حال ما را تباه کرده ایستاده است. از خاموشی های ما استفاده کرده حکومت برای منفیت و منافع امام علی رحمان کار کرده ایستاده است. ما را غارت کرده ایستاده است، ما مردم مظلوم را. مردم عزیزم، بیدار شوید، مغزهایتان را بیدار کنید، صدایتان را بلند کنید. نترسید از یک اولادی مردم غارت کن، بترسید از الله. دفاع کنید از حق و حقوق شهروندیتان، از حق آزادیتان، از حق دین و ایمانتان دفاع کنید. دشمن ما دیگران نیستند.
دشمن ما نه شیعه است نه دیگر است. دشمن ما امام علی رحمان است. طول 24 سال امام علی رحمان مردم را غریبتر، قشاقتر، بیسوادتر، محتاجتر کرده ایستاده است. شماره مهاجران هر سال زیادتر شده ایستاده است. اما امام علی رحمان در فکر بهبودی سطح اقتصادی و اجتماعی اهالی نیست. او با بیرقسازی کلانترین، با میدانسازی کلان، با ساختن وزارت‌های نو، در حالی که تمام بیناهای دوره شوروی تا هنوز موجود است، اما پولها را در جایهای بیجا صرف و مصارف می کند. چرا امام علی رحمان در طول 24 سال حکومت داری خود را رهبر می شمارد، پدر ملت می حسابد، جناب عالی می نامد، اما برای خلق و ملتش یک فابریکه نساخت؟ چرا مردم تاجیک را با جای کار تامین نمی کند؟ چرا مجبور می سازد مردم را به مهاجرت؟ مگر این حکومت ظالم و نابینا ناشنوا، مگر این رژیم امام علی رحمان غمخوار ملت است؟ مردهای تاجیک ترک علم، ترک زن و کودک میکنند، ترک پدر و مادر، ترک خاک وطن میکنند، مهاجرت، غلامی، مزدوری میروند به دیگر کشورها. عاقبت این دوری ها بی‌مهری های بین عائله ها را به وجود آورد، طلاق و جدایی ها زیاد شد. امام علی رحمان چرا اینها را چاره اندیشی نمی کند؟ چرا ما مردم را به خراباتی ها، جداگی ها، عذاب ها می برد این امام علی؟ مگر این راهبر است؟ آی مردم تاجیک، آی مردم تمام دنیا، مگر این راهبر است؟ این همه رفتاری راهزن دشمن ملت است. خلق عزیزم، حقیقت را قبول کنید، چشمهایتان را بگشایید، عقلهایتان را بیدار کنید. آنگاه ترس از قلبهای ما دور می گردد. در تاجیکستان آزادی سخن وجود ندارد. خیر ببیند برنامه وصال حق که امروز ما سخن خود را آزاد به تمام دنیا می رسانیم. در تاجیکستان آزادی سخن نیست. سخن آزاد گفتن اجازت نیست. نفرانی روشن فکر، نفرانی آزادی خواه، آبادی خواه، سیاست مدار و عموما شخصانی که میخواهند آزادانه حرف دل خود را بزنند، آزادانه فکر خود را بیان بکنند، یا زندان میشوند. مثال زید سعیدوف، شهرت قدرتوف و مثال دیگر سیاستمداران و روشنفکران و آزادی خواهان، و یا به قتل رسانیده می شوند. به مثال سیاستمدار شهید عمر علی قوتوف برای سخن حق گفتن کشته شد. اما در تاجیکستان در تمام رسانه ها او را دیوانه، او را شیعه، او را صوفی، نمیفهم، تمام تهمت را در حق او مرد گفتند. هدف او یک چیز بود، تنها آزادی بود. و یا حمله به جان شخصان میکنند مثل مقصود ابراهیموف که چندین تیغ در قلبش زدند، اما شکرانه با امر الله زنده ماند. مگر همین عدالت از تاجیکان؟ مگر همین راهبر عادل؟ همین را راهبر عادل گفته می توانیم؟ مگر راهبر عادل این چنین رفتار دارد؟ این عملها تصدیق می کنند که در تاجیکستان راهبرها نه، راهزنها، دیکتاتورها، تروریستها در سر حکومت راهبری می کنند. این ناعدالتی ها به اندازه زیاد است در جمهوری تاجیکستان. رژیم امام علی رحمان در روی نقاب دموکراسی دارد، اما مردم را به طور دیکتاتوری
به طور ظالمی ظلم و ستم بالای مردم می کند. ناعدالتی کرده ایستاده است. مردم تاجیک، ما مردم سرپست نبودیم، اما ما را این رژیم، این امام علی سرپست کرد. با وعده های دروغ، با آباد ساختن نمودی بیرونی شهر تمام دنیا را و ما خلق مظلوم را فریب می کند که زندگی های ما خوب است، آباد است، آسایشته است و ما آزاد هستیم. اگر ما مردم آباد باشیم، از کدام حساب آباد باشیم؟ از حساب کدام زواد و فابریک مردم تاجیک آباد باشد؟ همه مهاجر است. اگر ما آزاد باشیم، چرا آزاد سخنگوی ها پشت زندان شدند؟ چرا عمر علی قوتوف برای سخن آزادش کشته شد؟ چرا مردم آزاد شکایت از پرزیدنت کردن نمی توانند؟ چرا در تاجیکستان یک برنامه یا کانال موجود نیست که مردم درد دل خود را، صدای خود را کنند؟ مردم باز میگویم ما یک دشمن داریم، دشمن در بر خود داریم. دشمن مردم تاجیک، خلق تاجیک این امام علی رحمان می باشد با اولادش. مردم چرا خاموش هستیم؟ تشکر خواهر گرامی. واقعا سخنهای شیوای شما امید است که الله سبحانه و تعالی این ملت رو بیدار بکنه قبل از این که اگر 4 سال 5 سال قبل این ملت حرکت می کرد وضع به این حالت نمی رسید. دیروز سکوت کردن، پری روز سکوت کردن که امروز گرفتار شدن و فردا از امروز بدتر خواهد بود. خواهر گرامی، من امروز یکی از عزیزان تاجیک طی تماسی که به تلفن اداره وصال حق داشت، ایشون میگفت که حتی خانم هایی رو که به بیمارستان میروند برای ولادت، برای زایمان، اینها را میگن که شرط دخول این است که شما حجابتون رو بردارید و حتی کسایی که همراه بیماران به شفاخانه ها یا به بیمارستان ها میروند میگویند که اجازه دخول به شما نمیدهیم، نمیتوانید به بیمارستان وارد شوید الا اینکه حجاب سرتون رو بردارید. آیا درست است این حرفا؟ من از بیمارستان زایشگاه برادر عزیز راست میگویند، مردم دروغ نمیگویند. کاسه صبر مردم لبریز شده است، ولی من از حیاتی خودم برایتون میگویم و به مردم شریف تاجیک میرسانم که من تاجر در بازار کاروان هستم که ما را پلیس های کاروان و شخصا خودی مرا به اداره پلیس بردن. من زنی بیسواد نمی باشم، ولی من خواستم که برای جریمه ای که از من میگیرم به خاطر حجاب 800 سامانی پرداخت میکنی گفتن. من نخواستم این پول را بدهم. من گفتم برای من یک صورت حساب بدهین، یک اسنادی بدهین که من جریمه سپاریدم یا رسید، یک چک بدین برای من. آنها به من هیچ چیز ندادن و فقط به من گفتن که مگر همین حجاب شما را نان و آب میدهد؟ همین حجاب برای شما چی است که شما این را به سر میکنید؟ گفتم ای برادر، مگر ما یهود هستیم، کافر هستیم، نصرانی هستیم؟ الحمدلله ما همه مسلمان هستیم. من کی هستم؟ شما کی هستین؟ تاجیکستان تمام مردمش مسلمان است. برای برادر عزیز، برای این پلیس های تاجیک هیچ چیز فرق ندارد که مسلمان هستند. اینها مسلمان نه، اینها مرتد هستند. من مثال آوردم، مگر خانم های شما سرلوچ هستند، برهنه هستند، به خانم های ما کار نگیر. فرمان پرزیدنت است که در تاجیکستان حجاب باید نباشد. استغفر الله.
تشکر خواهر گرامی خانم فاطمه از تاجیکستان. الله متعال شما را حفظ بکنه و امیدواریم که روزی برسه که ملت مظلوم تاجیکستان در آزادی و در سربلندی در کشور خودشون زندگی بکنن. اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستم. به خلق تاجیک، به مردم شریفم، به مردم عزیزم گفتنی هستم بیدار شوید مردم عزیز. کاسه صبر لبریز شد. نترسید از امام علی، بترسید از الله. برخیزید استعفای امام علی را طلب بکنیم تا کی امام علی خون ما را بمکد، تا کی ما را در عذاب، در رنج، در ستم امام علی رحمان باشیم. بس از خاموشی ای هموطنان، بس از تحمل ما. هر کس برای آینده خود آینده ساز خودش است. هیچ کس به ما آزادی را و آبادی را نمی آورد و یا تحفه نمی کند. آزادی خود را باید ما خود طلب نماییم. ما باید برخیزیم. ما باید آزادی خود را طلب نماییم تا سخن خود را آزادانه گفته بتوانیم. ما باید آزادی دین خود را بخواهیم، دفاع از دینمان، از ناموسمان بکنیم تا بکی امام علی رحمان ما مردم مظلوم تاجیک را گمراه، بیسواد، مهاجر و غلام می کند، تا کی زنها را به فاحشگی مجبور می سازد، تا کی کودکان از پدرها دور، کودکان یتیم از دیدار پدرشان زار. تا بکی بیایید هموطنان یک جایه شویم، یک تن و یک جان، یک مشت متحد شده از یک گریبان سر براریم و از ظلم ظالم امام علی رحمان کشوری عزیزمان، خلق و ملت مظلوم تاجیک را آزاد بکنیم. مهاجران را پیش عائله هایشان برگردانیم، پیش فرزندهایشان برگردانیم. زنها را از راه فحش بگردانیم، زندگی های خوب برایشان فراهم بکنیم تا که دیگر از مجبوریت اقتصادی به این عمل ناشایسته و ناپاک دست نزنند. یگانه راه آزادی دولت و خلقی دین و ملت تاجیک این استعفای امام علی رحمان با اهل بیتش است. تاجیکان دنیا و مردم تاجیک متحدی ما این شکست رژیم امام علی رحمان است. بیایید بی‌طرف نباشیم در آزاد کردن وطن و خلق و دین و ملتمان. انشاءالله تاجیکستان بیرحمان، آیندهش درخشان، به تمی زیناکار دختران شوند آزاد، به تحمینه رسوا تاجران گردند آباد، به آزاده رحمان ها شوند شاد، به شمس الله به لفظ مردم ببینن یک فیض. این اولادی اژدهار کرده مردم را بیزار. تاجیکستان به رحمان، انشالله آینده اش درخشان. تشکر برادر عزیز محمد انصاری. تشکر مردم عزیزم. بار دیگر برخیزید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از خواهر عزیز و گرامی فاطمه خانم که این مطالب زیبا رو فرمودن و من یک بار دیگر تاکید میکنم که مطالبی که از طرف مهمانان برنامه در اینجا ایراد میشه ضرورتاً رأی و نظر شبکه جهانی وصال حق نیست. عزیزانمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن تماس ما اگر با استاد احسان و استاد محمد صابر اگر برقرار شد به من اطلاع بدن، تا اون موقع من بعضی از تماس‌های عزیزان را از طریق تلفن شبکه میگیرم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای احمد جان هستید؟ من انصاری هستم و شما مستقیما در استودیو دارید صحبت میکنید. بفرمایید برادر گرامی خودتون رو معرفی کنید.
استاد جان محمد انصاری شما هستید؟ بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ استاد محمد جان، من عبدالرحمن از تاجیکستان هستم. عبدالرحمن برادر عزیز، صدای تلویزیون رو ببندید و از گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. استاد، ما عبدالرحمن از تاجیکستان زنگ میزنیم. ما خواهش برای از شما این داشتیم که برای اهل تشیع گفته. بله. ما خیلی از این شما تشکر میکنیم برای این برنامه‌های خوبی که وزیر اهل تشیع کردید. تشکر از شما. ما استاد بزرگوار یکی از مدارس‌های اهل سنت در ایران خوندگی هستیم. درست. و تمام اینها رو میدونیم که کی هستند، اینها چه اشخاصی هستند. درست. اینها وزیر اهل سنت و در تماما وزیر مسلمان‌های تمام جهان هستند. بزرگوار. درست. و دائما ما شما رو گوش میکنیم که انشاءالله شما چی بهترین کاری کردین که این ملت مسلمان تاجیک را بیدار کردید. الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است برادر بزرگوار. سلامت باش استاد بزرگوار. واقعا باور کنید ما شب و روز اینجا همین زبر چشم ما رو دائما تماشا کرده و حلاوت میبریم استاد بزرگوار. زنده باشید. الله متعال شما رو حفظ بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. ما در اون طرف وقتی میخواندیم از دست این ظالم ها و این مشرکا چی عذاب و چی شکنجه های دیده بودیم. الله المستعان. عبدالرحمن برادر عزیز، مادامی که شما در ایران در مدارس اهل سنت درس خوندید، میدونید که بیش از 2000 تا 3000 نفر از جوانان تاجیک رو فریب دادن، بردن در گرگان و در قم و تهران در مدارس اهل تشیع دارن درس میخونن تا مذهب لعن و نفرین و کینه و عداوت و دشمنی رو یاد بگیرن. برعکس ما اخبار دقیق داریم که در مدارس اهل سنت وقتی جوانان تاجیک میرفتن در اونجا بدون کمک کسی در اونجا درس میخوندن، اینها رو در اونجا دستگیر میکردن و اخراج میکردن از ایران. بله استاد بزرگوار، واقعا چیزی که میگن حقیقت دارد. ما در خوش میخوندیم، مدارس خوش در بلوچستان. زاهدان. بله استاد بزرگوار، واقعا اونجا دستگیر میکردن و حبسخانه داشتن اونجا، بدون آب در پناه چه عذاب‌های چه شکنجه‌های واقعا میدادن. اونها واقعا چیزی میگن بر حق تا میوردن لای مرز افغانستان سرحد لای مرز میکردن و بیرون میکردن. ولی متاسفانه استاد با چه شکنجه‌های رو وقتا روزهای جمعه ما و نماز جمعه میخواستیم بریم، ما رو دستگیر کرده و عذاب داده و حبسخانه بردن استاد بزرگوار. درست. تشکر عبدالرحمن جان برادر بزرگوار. اگر صحبت دیگری هم دارید در خدمت شما هستم. نه استاد بزرگ، واقعا ما از شما خیلی تشکر میکنیم که این دشمنان اسلام رو و این دشمنان قرآن رو و این مشرکان رو، چون که خداوند در قرآن میگه ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، واقعا اینها نجیس هستند. که استاد بزرگوار شما واقعا جهادی در راه الله را کردید که خیلی مردم مسلمان تاجیکستان را بیدار کردید تا اینکه بفهمند اینها چی کسانی هستند. واقعا جهادی واقعا را شما کردید استاد بزرگوار و از درگاه خداوند خواهان این هستم خداوند بر شما صبر جمیل عنایت بفرماید. آمین. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خداوند نگه سربلند بگردم. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگوار اگر این انصاری خوب هستید؟ سلامت باشید. صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. بستم. ابوذر سید اکبر هستم استاد، یکی از فعالان سیاسی گروه 24. بفرمایید برادر ابوذر. برادر ابوذر از آلمان. بفرمایید در خدمت شما هستم. خوب استاد، میخواستم درباره همه تمغاهایی که رحمان و جوانانی که امروز پای آزادی خواستند میزنند در همین مسئله کمی با کمک شما البته و با اجازت شما صحبت بکنم. بفرمایید برادر عزیز. اگر که صحبتاتون رو مختصر بکنید چون ما حدود 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید. آفرین استاد. خوب
امروز ما را در تاجیکستان استاد وقتی که تروریسم میگن البته سببش هم این است که ما دست به ترور منفعت های رحمانوف زدیم، دست به ترور ظلم رحمانوف و اولادگرایی رحمانوف زدیم. البته خوب و امروز اگر که ما را زرخرید میگن، البته این تهمت های هست که بالای هر یک آزادی خواه این رحمانوف تا این زمان میزد و میزنه، اینها حقیقتی ندارن و خواستم که در مسئله همو اشخاصی که رحمانوف قوت بخشیدن تا اینکه ظالم بشود در همون مسئله البته صحبت بکنم و کمی نیاز به یاردم شما دارم استاد. بفرمایید. سال 2011 هم بود والله علم رحمانوف در جلسه برای تنظیم تمام ملاها را و تمام حافظها را، تمام کارگرهای دولتی را وقتی که سرجم کرده بود، من خودم شاهد یعنی حالت بودم، تماشا میکردم چون که از تلویزیون. در همون زمان وقتی که رحمانوف گفت که هر کسی که میخواهد که مثلا فرزند چه آیله دار بکنه، وقتی میخواهد که یک مولا را به خانهش دعوت بکنه تا که همسایه هاش از امر معروف اون مولا برخوردار بشوند، البته او حق نداره که مولا را بر خانه خودش بیاره و باید که مولا را به مسجد بیاره. در این زمان مولاها چه نگفتند؟ درست. وقتی که در مسئله ارتیستا گفت که ارتیستا باید 2 ساعت بخونن، در حال افضل شادی که از سرایندگان مشهور تاجیکستان برخواست گفت که جناب عالی برای ما این 2 ساعت کفایه نیست. ببینید استاد که وقتی که یک مثلا سراینده از حقوق خود دفاع میکنه و اونجا زیاده از 80 تا 100 ملا قرار داره، ملاها چیزی نمیگویند ما خیلی را مقصد مقایسه بکنیم با یک سراینده، مولا را به یک سراینده. چون که من در همون زمان الحمدلله که حتی اشک هم ریختم، گفتم خدایا این چی حادثه است که من میبینم؟ چرا یک حافظ از حقوق خود دفاع میکنه یا که یک مولا نمیتونه دفاع بکنه؟ درست. البته باید که مولاها در اون زمان میخستند و میگفتن که وقتی که ما در مساجد باید امر معروف بکنیم در توی فرزندی برادرمان، بگذار انمی حافظا هم حافظیشان در طرف خانه بکنن تا که صدای موسیقی او در وقت نماز خواندن من به من خلل نرسونه. یا که ابوذر برادر بزرگوار، فقط یک نکته رو من اینجا بگم به عزیزانمون در افغانستان و ایران که حافظ در تاجیکستان به خواننده ها، به کسایی که ترانه خوان هستن یا به کسایی که با موسیقی میخوانن، به اونها میگن حافظ. برعکس در افغانستان و در ایران به کسی که قرآن کریم رو حفظ داشته باشه حافظ میگن. این رو من برای توضیح گفتم. بفرمایید برادر. بله استاد بخشش میپرسیم، معذرت میخوام. بفرمایید. خب ولی امروز میبینیم اون که الان رحمانوف تا درجه رسوند که ستر و حجاب از سر مردم مسلمان دارد میکشد، کسی برای او چیزی گفته نمیتوند. البته اول درجه از قانون برآورد که باید که آواز اذان با میکروفون ها گفته نشود. این تقریبا 8 سال پیش بود این قانون برآمد، کسی چیزی نگفت. بعدا گفت که باید که در کارخانه های دولتی کارگرای دولتی نماز نگذارن، یا فرقی نداره کدامی که نباشه در کارخانه های دولتی نماز نگذارن. و دیگر اینکه آمد به جایی که سطر در مکتب ها منع بشود. بعد این در مثلا در مساجد ها تا 18 ساله جوان ها اشتراک نکنن. امروز آمد با کلن امر برآورد که سطر در یگان جا باید نشود، ریش های جوان ها تراشیده بشوند.
البته از جمله اون شخصایی که ریشون تراشیده شدگی بود یکی از اونها من خودم هستم که مرا بردن 9 ساعت برای ریش داشتن لطو کوب کردگیان، تحقیر کردگیان، دشنام‌های قبیح کردگیان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. بله بله استاد. خب امروز که ما اگر که خواستیم در این راه، ما فقط در پی ناآرامی هم یک اولاد هستیم که حکومت ما را به کلن غصب کردگی برای مردم تاجیک حقوق هم نمانده است. تمام امکانیت ها را از مردم تاجیک، چی از تجارها، چی از ملاها، چی از معلمها، چی از کارگران دولتی کشیده گرفته است. ما بزید همین یک اولاد خستگیم. ابوذر برادر بزرگوار، بله ابوذر برادر بزرگوار، روی خط شما تشریف داشته باشید. ما مهمان دیگری هم داریم، شما روی خط باشید، انشالله دوباره برمیگردیم به شما. برادرمون استاد محمد صابر عبدالقهار از فعالان مدنی تاجیک. صدای من را دارید حضرت استاد؟ بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیز و مهربان محمد انصاری، اولا من میخواستم مینداری خود را و تمام مردم مظلوم تاجیک را به شما بیان کنم، چون که امروز فرصت شما میدهید که ما سخنهای حق را بر ضد یک حکومت ظالم، بر ضد یک حکومت خودکامه که در طول 23 سال که خون این ملت را مقصده بر سر این ملت ظلم میکند. سلامت باشید. و بعدا امروز من میخواستم کمی صحبت کنم. استاد بزرگوار، بله استاد محمد صابر، برادرمون ابوذر، استاد ابوذر روی خط بودن از فعالان سیاسی تاجیکستان. ایشون میگن که همین سکوت ملت تاجیکستان طی مراحل در طی 3-4 سال گذشته، هر قانونی که این حکومت گذاشت مردم سکوت کردن، قانون گذاشت مردم سکوت کردن و حالا به اندازه رسیده که کلا مبارزه علنی علیه اسلام. آیا شما موافقید با این نظر برادرمون؟ بله بله، بسیار برادر عزیز خوب قید کردن. امروز سبب خاموشی این ملت بود که این ملت تاجیک ملتی صلح جویان، صلح میجویدن و نمیخواستن که در مقابل حکومت یک سخن بگویند، چون که این حکومت بر سر این حکومت بر جنگ آمد و مردم رو کشت، این حکومت رو به دست آورد. وقتی که مردم همه چیز از دستش گرفتن، این خاموش ایستاد تا زمانی که اینها بر دین مبین اسلام دست زدن و امروز مردم مظلوم تاجیک دیدن که دیگر راه ندارن، امروز صدا بلند کردن. امروز مردم مظلوم تاجیک کاسته صبر اینها لبریز شد و امروز صدا بلند کردن و انشاءالله ما باوری داریم که این حکومت خودکامه رحمانو که با اولاد خودش و با این حشرات های ضرررسانی که در طول 24 سال شد خون مردم مظلوم تاجیک نمیکن، ما انشاءالله که به بزرگی به یاردن الله و برادرایی که امروز سخن حق بر ضد این ظالم میگویند، انشاءالله که ما غلبه را به دست میاریم و این حکومت خودکامه را از بین میبریم. و بعدا من کمی میخواستم روشنی بیاندازم در قانونهایی که امروز از طرف خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونها شکسته میشوند و قانون شکنی اصلا واقعی این خود رحمانوف است. یک قانونی که در جمهوری تاجیکستان و امضا رسیدگی بود از طرف پارلمان تاجیکستان، طبق قانون جمهوری تاجیکستان مبارزه بر ضد فساد که در تاریخ 15 ایون سال 2005 از جانب مجلس نمایندگان قبول شده است. به کار تعیین کردن خویشاوندان نزدیکان به کار دولتی غیر قانونی بوده و در بعض جایها جنایت شماریده می شود. این قانون است که از جانب پارلمان تاجیکستان به امضا رسیده است و یکمین قانون شکستگی خود رحمانوف است. درست. اشرف گلو کنسول جمهوری تاجیکستان در روسیه، این دامادی پرزیدنت است. آزاده رحمانوف دختری پرزیدنت، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، این دختر است. حسن سعدالله رئیس بانک امانت بانک جمهوری تاجیکستان، این خسر بچه است. رستم امام علی پسرش است، وزیر خدمات ضد فساد، پرزیدنت فدراسیون فوتبال و
با عنوان جنرال مایور که در سن 25 سالگی به او داده شد. این قانون شکنی ها اولا از طرف خود رحمانوف می شوند و امروز قانون هایی که در جمهوری تاجیکستان پایمال کردن می شوند و حق مردم دزدیدن می شود از طرف خود رحمانوف و این اولادی که حشرات های ضرررسان هستند که بر این ملت ضرر می رسانند. استاد محمد صابر، استاد بزرگوار، الان قانون وجود داره در تاجیکستان که نباید خویشاوندان مسئولین دولتی رو در کارهای دولتی گماشت. یعنی یک وزیر حق نداره که خویشاوندان نزدیک خودش رو در اون وزارتخانه به عنوان کارمند انتخاب بکنه. ببینید قانون وجود داره اما برخلاف قانون عمل می کنند و هیچ کس نیست که اعتراض بکنه. و امروز وقتی که ما این برنامه ها رو گذاشتیم، بعضی از دولتمردان تاجیک و کمیته دین تاجیکستان آمدن به خاطر فریب دادن مردم در سایت های رسمی خودشون نوشتن که ما هرگز در تاجیکستان قانون نداریم که باید ریش مسلمان ها تراشیده بشه. ما در تاجیکستان قانون نیست و قانونی صادر نشده که باید حجاب را از سر دختران مسلمان برداریم و قانون نیست که باید زیر 18 سال به مسجد نروند. اینها میگن که در این مورد ما قانون نداریم، قانون نیست ولکن مانع حجاب میشوند، مانع رفتن به مسجد میشن. الان برادرمون ابوذر در روی خط هستن و صدای ما رو میشنون. برادر ابوذر، ریش شما رو تراشیدن و شاید 10 نفر 100 نفر مثل شما رو ریششون رو به زور تراشیدن. چرا جوانان تاجیک در مقابل این پلیس های خودسر که در حالت عدم وجود قانون میاین به زور، هر پلیس برای خودش یک قانون گذار شده، میاد ریش مسلمان ها رو میتراشه یا حجاب دخترای مسلمان رو از سرش برمیداره. من از شما میپرسم برادر گرامی استاد ابوذر که چرا جوانان تاجیک در مقابل این ظلم غیر قانونی اعتراض نمی کنن، مخالفت نمی کنن؟ البته استاد تشکر زیاد. علت این همه انمی ملاهای هستن که چگونه ما در پیشتر ذکر کردم، هر چیزی که رحمانوف قانون میبراره یا اطاعت میکنن و جوانا را میگن که شما صبر بکنین، صبر بکنین، در مقابل دولت قیام نکنین میگن. الله المستعان. برادر گرامی، خب در کدام قانون گفته؟ پیامبر صلی الله، الان شما با خانومتون دارید در بازار میرید، یک پلیس بیاد بخواد که به زور حجاب همسر شما رو برداره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قتل دون عرضه فهو شهید. اگر شما به خاطر دفاع از حجاب همسرتون کشته بشید، شما به مرتبه شهدا میرسید. اینا رو نمیگن به مردم؟ واقعا در یگان مسئله دفاع کردن در مساجدهای تاجیکستان سخن رانده نمی شود. الله المستعان. الله المستعان. کسی در مسئله دفاع کردن از دین به مردم آشکارا گپ زده نمیتونه، چون که از اول گپ نزدن. از اول که گپ نزدن امروز نمیتونن که آشکار سخن بکنن در مسجدها. تشکر میکنم برادرمون استاد ابوذر، شما خودتون تماس گرفتید، الله متعال حفظتون کنه و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید استاد. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. استاد محمد صابر، فعال مدنی تاجیک، با شما هستیم در ادامه صحبت هاتون و اینکه هر روز یک قانون جدیدی بر علیه اسلام وضع شد در تاجیکستان اما کسی اعتراض نکرد. بفرمایید. بله، من میخواستم با شما یک قانون هایی که از جمهوری تاجیکستان در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هستند، چون که این حکومت امروزه در مسلمان بودن اینا من شبهه دارم، چون که اینا بر ضد الله، بر ضد قانون های الله هستند. امروز من میخواستم که با زبان هوایا، با همون دموکراتی که هوایا میگن دعوای دولت دموکراسی حقوق بنیاد دارن، من با لفظ هوایا گپ زنم که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باب 1 ماده 5 آمده است که انسان حقوق و آزادی آن ارزش عالی می باشد، حیات، قدر، ناموس و دیگر قانونهای فطری انسان دخل ناپذیر و حقوق آزادی انسان از طرف حکومت اعتراف و رعایت کرده می شود. امروز آزادی انسان وقتی که انسان خود انتخاب میکند یک لباس مسلمانی را، امروز انسان یک
زیرا انتخاب میکنن ریشه میمونه که این حقوق انسانی اگر شما که مسلمان نیست حقوق انسانی این است امروز شما پای مالش میکنه مگر ای شما مسلمان بودن شما من باز تکرار میکنم که شبهه دارم اگر شما حقیقتا اگر دموکراسی باشه پس برای چی که از روی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان امروز عمل نمیکنه امروز ملت تاجیک ملت تاجداره که ایرا با تمام شاعراش با تمام عالماش میشناختن امروز از دست خود رحمانوف امروز این ملت به مهاجرت رفت و بیسوادی رفت پس برای چی که امروز شما برای فکر ملت داد میزنه از منبرهای بلند که ما در فکر آبادی ملت هستیم امروز 65% فایده که در حکومت میره همه سای مهاجرت هسته پس برای چی امروز مهاجر تاجیک مهاجر مسلمان که در روسیه کلش بریده می شود و از طرف حکومت تاجیکستان یگان صدا بلند کرده نمی شود امروز شما دعوای دولت دموکراسی داره شما میخواهید که در دولت ما آزادی باشه و شما در قانون جمهوری تاجیکستان آمدگی که شهروند ماده باب 2 ماده 16 شهروند جمهوری تاجیکستان در بیرون کشور در تحت حمایه دولت می باشد یا را من از روی قانون با شما میگم پس برای چی امروز سری مسلمان سری شهروند تاجیکستان بریده می شود باز این حکومت خاموشی را انتخاب میکنند پس شما دولت دموکراسی میگوید بیاید از روی دموکراسی کار ببرید دموکراسی خودش میگه که آزاد باشه هر یک انسان من از روی کنستیتوسیون اگر میزنم که هر یک انسان باید موافق کنستیتوسیون آزادانه زندگی کنه پس برای چی که این مردم امروز شما از آزادی محروم میکنی مگر این قانون شکنی ها از طرف شما نیست یا که یک هفته پیش پدر و مادر مرا برای سخنهای آزاد من کمیته امنیت ملی با کمیته امنیت برده و او را تحت فشار گرفت پس در کجا هست دموکراسی شما میگوید قانون میگوید که هر یک انسان از 18 بالا خودش در هر یک گناه خودش باید جواب ده پس شما مرا گناهکار میشماره یا که برادرایی که امروز برای آزادی برای آبادی وطن برای سری ملت از زمین برداشتن سخن میگویند کمیته امنیت ملی شما خطانه مینامه نه که شما کمیته امنیت شخصی هستی شما برای امنیت یک شخص کار میکنی برای امنیت یک اولاد کار میکنی که این اولاد حشرات ضرر رسان هست که این ملت شما را فرهنگ شما را دین شما را با نابودی برده استاده است باز میخیزه از پشت ما دفاع میکنی مگر ما ملت نیستیم مگر ما تاجیک نیستیم مگر ما تاجیکستانی نیستیم امروز گناه مادرای ما در چیست گناه آنها در همین است که در حدود تاجیکستان فرزند تولد کردند در 17 سال ما را به خون دل کلان میکنند چون که ما در پیری دست پدر و مادر را بگیریم و افسوس که امروز ملت مظلوم تاجیک در دیگر دولت ها کشته می شود و اون مادره که با چشم گریان نگاه میکنه که فرزندم از در بدرایه فرزندی باید تابوت میدرارند مگر این ناموس شما نیسته مگر این مرگی ملت نیسته که شما امروز دفاع از طرف از پشتیبانی طرف رحمانوف میکنه و این ملت نابود میکنه کارگرای امنیت اگر شما ایمان داشته باشید من در ایمان داشتن یک خیلی شما من شبهه دارم که اگر شما ناموس ملی داشته باشید امروز دستی به دست میگیره و آزادی این ملت هم میطلبه نه اینکه از پشت یک خائن از پشت یک حشراتی که امروز مردم خوش میمکه از پشت وای شما پشتیبانی میکنه الله میزد. تشکر میکنم استاد گرامی استاد محمد صابر اگر در پایان پیامی دارید برای ملت تاجیکستان سخن پایانیتون رو بفرمایید انشالله تماس بعدی با استاد احسان آدینیوف است که انشالله تماسشون برقرار شد دوستان به من اطلاع بدن بفرمایید تشکر من امروز بر ملت مظلوم تاجیک و به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت میکنم و با پیش آنها بر زانو میزنم که ای مردم مظلوم تاجیک بیایید خاموشی را دیگر انتخاب نکنیم چون که سبب خاموشی ما بود که در طول 23 سال از بین ملت ما رفت فرهنگ ما رفت
تاجیکی تاجدار به تاجش از سرش غلطید. امروز بیاید دستی به دست بگیریم تا که وطن از یک اولاد ما نابود کنیم. ما به یگان قصد دشمنی نداریم جز استعفا دادن همین رحمان و فقیه. امروز دشمنی به خدا، دشمنی به ملت، دشمنی به تمام بشریت دارد. من به شما خواهش میکنم برادرای عزیز، اگر امروز ما دستی به دست نشویم، اگر امروز ما این ملت آزاد نکنیم، ملت ما از دست میروه، ملت ما وطنش از دست میروه. این خائن باید ما نابود کنیم، چون که دشمن این ملت، دشمن اسلام، دشمن بشریت خود رحمانوف و اولادی حشراتش ضررتان است. من انشالله از این ملت تاجدار تاجیک، از این ملتی که تاجش به زمین غلطیدگی، من باوری دارم که امروز یک بار دیگر قامت خم کنه برای تاج برداشتن در سرش ماندن، چون که این ملت آزاد شود باز کمر میبندن و این ملت آزاد میکنن و این حکومتی عدالتانه را انشالله که ما در تاجیکستان با یاری تمام شهروندان تاجیکستان برپا میکنیم انشالله. زنده باشید. تشکر از شما استاد محمد صابر عبدالقهار. انشالله تاجیکستان تاج آسیا خواهد بود، بوده است و خواهد بود انشالله، گرچه امروز این یک مرحله ای است که انشالله به زودی ملت بزرگوار تاجیک این مجد و عظمت خودشون انشالله دوباره به دست خواهند گرفت. تشکر از شما استاد بزرگوار. تشکر زیاد. خدا نگهدار. تشکر از شما. احمد جان تماس بعدی برقرار هست؟ بله. خب موقعی که تماس برقرار شد به من اطلاع بدید. سلام علیکم. از طریق تلفن برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. من عبدالرحمن از تاجیکستان. عبدالرحمن بفرمایید برادر عزیز. عبدالرحمن شما خوب هستید؟ سلامتی خوب هستن؟ زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. میخوام فهم کنم، درخواست داشتم. فهم میشه؟ بفرمایید. من یک مردی 31 ساله هستم، مقصد همین 4-5 چیز گرفته و مظلوم شدم. من میخوام فهم کنم. من کانال شما را ندارم و هم که برآمدم. درست. انا برای همین ریش من 2 روز پیش من محکم کرده بودم که ریش تبگی گفتم. مقصد میگن که توریستان در اینجاست، این دروغ است. ریش منم برای ریشم دکان ما بسته کردم. میخوام همین را فهم کنم که مقصد برای ریش از این مبارزه سخت رفته کرد. قانون نیست که اینو ای پیش خودتون کردید یا نمیخوره. بله. ببینید برادر عبدالرحمن، شما و امثال شما و دیگر جوانان تاجیکستان باید مقاومت بکنید. ببینید اسلام و دین و عزت و شرف رو کسی برای شما در یک سینی، در یک پهنوز به قول تاجیک ها نمیارن، تقدیم شما نمیکنن. انسان عزت و شرف و دین و ناموس خودش رو به زور حفظ میکنه. اگر شما اعتراض بکنید، همسایه اعتراض بکنه، دانشجوها، محصلین دانشگاه ها اعتراض بکنن و خواهران ما اعتراض بکنن و هر پلیسی که میخواد که شما رو ببره ریشتون رو بتراشه، شما دفاع کنید. این دین شماست، عقیده شماست. حکومت میگه که نه، ما امر نکردیم، این کار خودسرانه است. اگر یک پلیس کار خودسرانه میکنه، غیر قانون انجام میده، هیچ حقی نداره که شما در مقابل شما اونو احترام بهش بگذارید. بله، من مبارزه بردم که ما جای سودا ما بسته کردن، جای سودا میدونم. انا بعد بله. خواهر ما سب گرفتن ایسر است که اگر نگیری سودا تا بسته میکنیم، والله از به سطر گشت است. من نمیدونم چیکار کنم. خیلی دعا میکنیم انشاءالله خدا یار انصاف بتید. انا بعد پیسرم 7 ساله میگه پدر من مسجد بر، والله من بردن نمیتونم که مسجد هم احکام میکنم. الله نمیستن. من نمیدونم چیکار کنم که در موضوع شما دیگه بود یا من دیگه گپ زدم. سلامت باشید. میخواستم که همیشه مراجعه ما فهم شود. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلامت باشید. بعد همین چی پیام داشتم همین تاجیکستان دا که همه برادر شما را سپاسگزارم، سلام میرسونم. سلامت باشید. و 4 برنامه که گذراندید الحمدلله یو قفو گشتیشن اوجه که هر دوران که مثلا
دیگه او سخت نرفته شد، رنگ اولا نشد. الحمدلله الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما، الله متعال ستون کنه. تماس بعدی. برای سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی انصاری شما این؟ بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ برادر جان ما 1 ساعت از زنگ میزنم. بفرمایید. من خط برای تعداد زیادی پشت خط هستن. بفرمایید، من معذرت میخوام از شما. بفرمایید. برادر جان من عبدالرحمن هستم. بفرمایید عبدالرحمن برادر عزیز. از تاجیکستان هستم برادر جان. یک دو سخن دارم، ممکنه بگم؟ بفرمایید. عبدالرحمن انصاری جان برادر جان تگردم ما 1 ساعت اجداد کردم، مرا خداوند کلی کرد. الله اکبر. بفرم. برادر جان انصاری امی پریزیدنت امام علی رحمت شریف هویج میگه که ما قانون نبروردم که ریش شما را مردم ترک شد. دروغ میگه برادر جان، دروغ میگه، روش سیاه میکنه. الله المستعان، الله المستعان. با چی میگه؟ میگه که قانونی من نیست. چه قانونی چی نیست که تو کاغذ چی بروردی، طلا بروردی برای مردم. درست درست. تشکر از شما عبدالرحمن. برای 2 سوم شده برادر جان، بدبخت برای 2 سوم شده. این اسلامی عزیز فروخته سر روش سیاه کنم، این در نزد خدا چی جواب بودم ایران. الله المستعان، الله المستعان. در تاجیکستان برادر جان ما سخنی حق میزنه میبرن سود مونده کنن. این خیلی تاجیکستان ما حیران شدیم، نمیدونیم کجا بریم، مجبوریم برادر سوریه بریم برای حق جنگ کنیم. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه. برادر خدا نگهت بداره، ان شاء الله در حق ما دعا کنین. خدای مهربانی بدبخت ایامی روی وظیفه بگیره، نیست نابود کنه. تشکر. خدا پدر و مادر خیت رحمت و مغفرت کنه برادر جان. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. قنات بخته برادر. سلام علیکم. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. بعد سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من مسلم جان مبارز از مهاجرت زنگ میزنم. مسلم جان برادر عزیز بزرگوار بفرمایید، خیلی مختصر چون که وقت برنامه داره تموم میشه. بفرمایید. استاد میخواستم در همین کانال یک برآمد کنم بر ضد همین ظالم مرتد طاغوت که با مردم تاجیکستان بیدار میشود. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. با محمد انصاری صحبت میکنم. بله شما دارید با من صحبت میکنید. بفرمایید برادر عزیز. میخواستم که یک کمی درباره همین خیانت های طاغوت رحمان صحبت کنم و با مردم تاجیکستان خطاب کنم که با خاموشی رعایت نکنید و دیگر نگوید که باز صبر کنید. امروز در تمام کشورهای دنیا چه پیشروی های شده ایستاده است و امروز در خود تاجیکستان در ناحیه سربند یک عیالی که جوانی 26 ساله خودش علاق زدگی است. الله المستعان. چرا اینا در رسانه ها ثبت میکنن و در بگیم که در اخبارات های تلویزیونی پخش نمیکنن؟ الله المستعان، الله المستعان. با کدام سبب این مادر مهربان خودش علاق زد؟ از سبب کمبودی زندگی، از سبب نبودن شرایط در همون محیط، در خانه اجاره زیستن، شوهرش 5 سال به نام نشان در غریبی و مانند ما مهاجرات. الله اعلم کی میدانه او جوان زنده است مرده. و امروز این طاغوت های مرتدین بالای جوانای مبارزی که میخواهند این وطن آزاد کنن از این ظلم، یک گروه قاتلان روان میکنن به خاطر به قتل رساندن و میلیون ها پول صرف میکنن. الله اعلم دوستش ما در یک رسانه دیگر به گوش خود شنیده بودن یک مادری ما در روسیه
کسلی وزبین در بیمارخانه خواب است، دعا طلب میکنه از جوانا. دل ما رش میشود چرا این مادری ما به کدام سبب در شهر غریبی در بیمارخانه خواب است؟ چی مجبورش کرد؟ الله زندگی پس کم بودی. اما این طاغوت ها امروز مردم به کفر برده ایستاده است. بالای امروز مردم تاجیکستان ظلم میکنند و از همون خدایی که اینا را به هستی آورد اینا غافل ماندگی هستند. من مراجعت به کمیته دینی تاجیکستان میکنم، مراجعت به سید مکرم میکنم، از خدا بترسه، دروغ نگویه. شما شیطان و طاغوت هسته که امروز مردم مظلوم تاجیکستان گمراه کردنی هستید و نمیخواه که این مردم آزاد باشه. فرزند این مردم تاجیک آزادانه به مسجد برود. 24 سال بالای این مردم ظلم کرده، این مردم سوید ندادید، به سواد کردید ما را. امروز از ما چی میخواهید؟ فقط برای قتل کردن ما شما در حال تیار هستید. میلیون پول را قطع کنید. مردم تاجیکستان خوب بفهمید که اینا قاتلان هستند. اینا برای این جامعه، برای این مردم مظلوم از بین بردن امروز حرکت میکنند. تشکر از شما برادر عزیز مسلم جان. الله متعال عفو بکنه و شر ظالمین رو از سر امت اسلام دور کنه. تشکر برادر بزرگوار. استاد میخواست یک کمی دیگر صحبت کنم. وقت برنامه مردم تاجیکستان درک کنند. خیلی کوتاه مختصر در 30 ثانیه بفرمایید چون که وقت برنامه داره به پایان میرسه. بفرمایید. خب استاد فهمیدم. ای مردم تاجیکستان، امروز در روسیه فرزندهای شما کشته میشوند. چرا شما خاموشی را رعایت میکنید؟ بر بخید در حال تظاهرات تشکیل کنید، کار طلب کنید از حکومت تاجیکستان. نگذارید این حکومت بالای ما فرزندهای شما فشار بیارند. ما نسل شما هستید. امروز اینا فقط تهمت شیطان و بهتان میکنند. تمام فتنه های دینی را امام علی رحمان تشکیل کردگی است. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز مسلم جان. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت السلام و رحمت الله و برکاته. من احمد جان گرچه اشاره میکنن که وقت کلا به پایان رسیده، فقط اجازه بدید من 2 تن از برادران خیلی با اصرار دارن تماس میگیرن از طریق اسکایپ، ببینم اگر که صداشون واضح بود با اینها هم صحبتی داشته باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی، خیلی مختصر در 30 ثانیه اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. اگر انصاری شما هستید؟ انصاری هستم، بفرمایید. حضرت الله اکبر. هزار رحمت از برنامه شما، ما خیلی منتدار هستیم و بچهای از مهاجرت زنگ میزنیم. بفرمایید، صدای شما رو دارن بینندگان میشنون. بفرمایید برادر عزیز. برادر گرامی، ما خیلی تشکری بیان میکنیم، فقط همین آرزو داریم که در حق ما دعا کنیم. الله متعال اما منتظر دعای شما هستیم و این شهر ظالمان رو از سر ما پروردگار تیز نیست و نابود کنه. آمین آمین. امید آرزو داریم که دعای ما را پروردگار سلامت باشید. الله متعال همه مهاجرین تاجیک و همه مهاجرین مسلمان رو که در دنیا آواره هستن از دست ظلم ظالما ان شاء الله سالم و غانم به کشورهاشون برگردانه. الله اکبر. الله اکبر. زنده باشید. هزار رحمت اکای انصاری. سلامت باشید. الله شما را حفظ کنه. پدر و مادر شما را پروردگار حفظ کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. آمین. تشکر از شما. تشکر از شما. آمین. رحمت الله. خدا نگهدار. آقا محمد برادر عزیز محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی میبخشید که شما شاید بیش از 100 مرتبه تماس گرفته باشید. بفرمایید. الله جزای کمی گفتنی های دارم استاد اگر اجازت باشد. اگر مختصر بکنید چون کلا وقت برنامه تمام شده. بفرمایید.
بله، اولا سپاسگزاری خود را به شما و به این برنامه خواب وصال حق که واقعا خدمت‌های بزرگ برای مردم مسلمان تاجیک کردین. و ثانیاً استاد عزیز راجع به این قضیه هایی که امروزها ما می‌بینیم، همچنین توهین آمیزهایی که حکومتداران تاجیکستان نسبت به مقدسات اسلام است، واقعا احساسات همه مسلمانان تاجیکستان را ریحه‌دار نموده است و این چنین در عین زمان غیرت و ناموس مسلمانان به جوش آمده است. استاد عزیز، هر کی مسلمان واقعی است البته در برابر چنین قانون ها نمیتواند ساکت استاد باشد، زیرا سکوت در برابر چنین حقارت ها ناموس در دین است استاد. البته ناموس در دین بدتر از فرزند است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ان الله غیور یحب من عباده غیور. الله سبحانه و تعالی خود که غیور است از بنده هایش غیور را دوست می‌دارد. امروز استاد عزیز ما ادعا میکنیم که خب خدا و رسولش را دوست می‌داریم، آخر محبت خدا و رسولش باید بالاتر از محبت هر چی غیر از خدا و رسول باشد. همچنین غیرت در دین استاد باید بالاتر از غیرت عائله و زن و فرزند باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 24 می‌فرماید قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه و تعالی در یک پله ترازو محبت خود را و رسولش را و جهاد در راه او را، در دیگر پله ترازو محبت زن، فرزند، خواب، برادر، خویش و تبار و تجارت و خب تمام زرق و برق دنیا را مانده است. پس تهدید میکند که محبت زن و فرزند بالاتر از محبت الله و رسولش باشد. فتربصوا حتی یأتی الله بامره ان الله لا یهدی القوم الفاسقون. پس انتظار شوید عذاب و عقوبت خداوند را. الله مهربان هرگز قوم فاسق را هدایت نمیکند. یک بنده نفرین خود را به حکومتداران بیان میکنم که البته یکی از نشانه های غیرت داشتن در دین این حمایت و دفاع از دین است. اینها میخواهند با این عمل خود خب رشد اسلام را در تاجیکستان خاموش کنند، ولکن الله در این آیت چی میفرماید؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله نهار اینها دراز دوام نمی کند و استاد برای مردم تاجیک چی گفتنی هم که هر کسی می تواند، مقصد روزنامه نگاران با روزنامه هاشون، نویسنده ها با نوشتجات هاشون، با مقاله هاشون، خب هر کس، مقصد مجاهدا با عملشون نباید خاموش بایستند در این راه. استاد عزیز باور میکنید من خودم 2 سال پیش یک واقعه‌ای که 2 سال پیش خودم در تاجیکستان بودم، در یک قلم شکار یک مولای محمد جان نام داشته است به نام امیخیل، در مسجد پیامبر در خب در بالای در محراب برام مقصد خب یک روز در پیش از نماز مقصد برآمده گفت که تا 18 سالم به مسجد نآید که خب این قانون برآمدگی آشکارا همین گپ رو گفت. مقصد میخوام استاد درباره همین خیل انسان ها یگم سخنی میگفته در آخر، خب سخن رو دراز نمیکنیم. الله جزای خیر دهد استاد عزیز به این. سلامت باشید. خب سلامت باشید. جزای خیر تام دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این مورد قبلا هم صحبت کردیم و باز هم تکرار میکنیم که اینهایی که در کنار ظالمین ایستاده میشن، حرفهای اونا رو تایید میکنن و برای حرفهای اونا رنگ و لعاب شرعی ایجاد میکنن و رنگ و بوی شرعی میدن به اونها، اینها در گناه و در جرم کمتر از ظالمین نیستن. الله سبحانه و تعالی ما رو از همکاری و همیاری با ظالمین
با کسانی که با دین اسلام مبارزه میکنن منع کرده. همین آیه‌ای که برادر عزیزمون خون بزرگترین دلیل بر این است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما واقعا مسلمان هستید، ادعای محبت میکنید، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از الله سبحانه و تعالی پیروی بکنید. و علمایی که امروز در کنار این ظالمین ایستادن، از کمیته دین گرفته تا امام مسجد، و هر حکمی رو که صادر میکنن به این حکم رنگ و بوی شرعی میداد، این انسان، جزای این انسان در نزد الله سبحانه و تعالی از اون ظالم بدتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که هیزم آتش جهنم از چند گروه هست. شاید باورتون نشه، یکی شهید، کسی که به خاطر نام و نشان به شهادت رسیده باشه، نه برای اعلای کلمت الله. یکی عالمی که برای این میاد در مسجد، در منبر قرار میگیره که مردم بهش بگن عالم. کسی که صدقه و خیرات و زکات میده به خاطر اینکه بگن فلانی انسان بسیار سخاوتمندی است. تصور بکنید اینها ایزم جهنم هستند. این همه یهود و نصارا و کافر و مرتد و ملحد و کمونیست در جهنم انداخته میشن، هیزم جهنم اینا هستن. شهیدی که هدفش اعلای کلمت الله نباشه، عالمی که از علمش مردم استفاده نکنن، عالمی که علمش در راستای برآورده شدن اهداف ظالمین و دیکتاتورها باشه، و اون تاجران و اون پولدارایی که صدقه میدن به خاطر ریا، که مردم بگن بله فلانی بسیار انسان سخاوتمندی است. پس علمای تاجیکستان امروز این برنامه رو اگر دیده باشید، دیدید که ملت تاجیکستان چه دید و چه نگاهی به شما دارن. به خدا قسم سربلندی شما در حقگویی شماست، عزت و سعادتمندی شما در آزادی شماست، نه اینکه برده و اسیر ایران و رحمانوف و روسیه و فلان و علان باشید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.